بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان. الله رو سپاس از اینکه فرصتی دیگر در اختیار ما قرار گرفت تا با برنامه دیگر از برنامه‌های حجت بی حجت در خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. در برنامه امروز هم به مانند موضوعات دیگر مطرح شده در این برنامه به بررسی آنچه که در کتاب کافی درباره اثبات صفات امامت و درجه امامت و اصل امامت نزد شیعه اثناعشری مطرح گشته است در خدمت شما هستیم و بررسی باب دیگر از ابواب این کتاب در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود در این برنامه هم و از بیانات شیوای ایشون و از بحث و آنچه که در این باب برای ما یک مسیر رو مشخص خواهد کرد و برای ما یک حقیقت رو مشخص خواهد کرد استفاده خواهیم نمود از بیانات حضرت استاد در بابی که انتخاب کردن تا به همراه شما عزیزان در شاهکارهای موجود در این باب با هم دیگه بررسی داشته باشیم. من در ابتدا از طرف خودم و به نمایندگی از شما خدمت حضرت مولانا عرض سلام دارم و ادب و احترام. حضرت مولانا خوش آمدید. من خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و احترام و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم با بررسی یکی دیگر از ابواب کتاب اصول کافی. خدمت از ما در برنامه امروز به همراه شما عزیزان به بررسی باب 73 از کتاب کافی خواهیم پرداخت. بابی که به این عنوان مسمی است در این کتاب باب نادر و جامع فی فضل الامام و صفاته. بابی نادر و جامع درباره بیان فضل امام و صفات امام. در این باب ببینیم که چه نوشته است آقای کلینی برای اثبات آنچه که در مقدمه این باب بیان کرده فضل امامت و صفات امامت بر نبوت. طبعا جناب مولانا در خدمت شما است. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در بررسی ابواب گذشته کتاب اصول کافی بینندگان عزیز و ارجمندی که ما را همراهی کردند، باب قبل این باب یعنی باب 72 کتاب اصول کافی در بخش کتاب الحجه باب ان الائمه هم ارکان الارض هست. یعنی ادعا کرده بود که ائمه پایه ها و ستون های زمین هستند. اگر ائمه وجود نداشته باشند نظام هستی و زمین در واقع به هم میخورد، چپه میشه زمین. بله، این ادعایی بود که آقای کلینی مطرح کرده بود و متاسفانه در این باب روایاتی رو که آورده بود و دو سه روایتی که بودن در این باب به جای این که این مطلب را ثابت بکند عملا اومده برتری سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را بر رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت کرده بود. آنچه که ادعا کرده هر چی بود، یعنی ادعا کرده بود از زبان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه تمام ویژگی هایی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم داده شده بود و جزء ویژگی های رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، اینها را سیدنا علی رضی الله تعالی عنه برای خودش ادعا کرده بود و اضافه بر این مواردی رو ادعا کرده بود که حتی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم این موارد محرز نبوده و خصوصا صراحتا در این روایت گفتند که به من مواردی عنایت شده که قبل از من به هیچ کسی عنایت نشده بود. در این باب به طور مثال ایشون میگوید که لقد اقرت لی جمیع الملائکه و الروح و الرسل بمثل ما اقروا به لمحمد صلی الله علیه وسلم. این حرف سیدنا علی از در باب قبلی اینو گفته که فرشتگان و روح یعنی حضرت جبرئیل علیه السلام و تمامی پیامبران اعتراف کردند برای من به مثل ما اقروا به لمحمد، همون مقامی را همون چیزی را که برای محمد صلی الله علیه وسلم اعتراف کرده بودند. و ما میدونیم که جایگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین بودند ایشان و افضل رسول و انبیاء الهی هستند و جز پیامبران اولوالعزم هستند
و چیزی را که در واقع پیامبران قبلی اعتراف کرده بودند و در تورات و انجیل بشارت هایی که داده شده بود به ملت ها، این رسالت رسول الله و نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که حتی انبیاء قبلی هم مژده دادند به بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در یک کلام از زبان علی گفتند که تمام انبیاء گذشته، پیامبران و فرشتگان همون اعترافی رو که برای محمد داشتن، همون چیز رو برای من هم اعتراف کردند، اقرار کردند. یعنی در درجه و مقام بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و من فرقی نیست. فرقی در واقع نیست. و اضافه بر این میفرماد که البته قول سیدنا علی نیست، نسبت دادم. میگه ولقد حملت علی مثل حمولته، همون باری رو که پیامبر بر دوش میکشید منم بر دوش میکشم. همون درجه نبوت، درجه نبوت است. بار دیگری بر گردن رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. و هی حمولت الرب، حموله رب اون باری هست که از جانب رب بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته شده. رسالت. و بعد از این چندین ویژگی ها رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که اولین کسی که در روز قیامت در واقع پوشش بهشتی بیشان پوشانده می شود رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در اینجا ادعا شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم یدعا فیکسا، در روز قیامت فرا خوانده می شود و لباس فضیلت و فخری بیشان پوشانده می شود. ایشون ادعا کردند که و ادعا فاکسا، من هم این فضیلت رو دارم، من هم صدا زده میشم، من رو هم دعوت میکنند و این لباس رو در واقع به تن من هم میپوشانند. و یستنطق و استنطق، از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون مجال داده میشود که حرف بزنند، استنطاق میشوند. من هم این مقام را در واقع میگوید که دارم. اضافه بر این میگوید که بعد از اینکه این موارد رو همه رو برمیشمارد میگوید که ولقد اعطیت خصالا ما سبقنی الیها احد قبلی، به من خصلت‌های عنایت شده که هیچ کسی قبل از من به این خصلت‌ها دست نیافته. مواردی مشترکاتی رو که با پیامبر دارد برمی شمارد و در ادامه 5-6 مورد ادعا کرده که این موارد رو قبل از من هیچ کسی نداشته. این مطلب در 2 حدیث این باب به صورت کامل محرز و ثابت هست و در تمامی این موارد این نکات رو در واقع ذکر کرده. یعنی در این باب قبلی به جای این که بیاید ثابت بکند که ائمه شیعه پایه های زمین هستند، ارکان زمین هستند، باید وجود داشته باشند، اگر نباشند نظام هستی به هم میخورد، به جای این که مطلبی در این زمینه بیاورد ثابت بکند، عملا آمده و برتری سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت کرد. ولی چه ارتباطی بین این روایت و اون عنوان بابی که خودش گذاشته بود؟ هیچ گونه ارتباطی نداره. این یعنی اصل، البته در لابلای این عبارات یک جمله هم هست جعلهم الله ارکان الارض ان تمید باهلها، که برخلاف آیات قرآن هست که کوها رو الله متعال برای نگه داشتن توازن زمین در واقع پدید آوردند و آفریدند. اما در لابلای این و در ضمن این مطلب خیلی کوچک مطالب خیلی زیادی دیگری رو آوردند که دلالت بر برتری سیدنا علی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند. و بنابر اصول شیعه هر مقامی رو که اولین دارد آخرین هم دارد. یعنی این که ائمه شیعه از نظر علمی و از نظر فضیلت بنابر اصولی که آقایون خودشون ساختند و پرداختن همه با هم دیگر برابرند. یعنی صفاتی که یک امام داره تمام امامان همه دارند، تمام ائمه دیگرشون این صفات رو دارند، به این معنی که حتی اگر علمی رو الله متعال بخواهد به یکی از این ائمه بدهد، آغاز میکند از رسول الله، بعد از رسول الله به علی، به حسن، به حسین. اگر قرار باشد یک علمی امروز بنابر عقیده آقایون به مهدیشون برسد، باید این سلسله رو طی بکند. اول به رسول الله برسد، بعد به علی برسد، بعد به حسن، بعد به حسین و نهایتاً به مهدی برسد. دلیلش چی است؟ دلیل این که آخری بر اولی فضلی بالاتر نداشته باشه، وگرنه لازمش این میشود وقتی که وحی بشود، که روایت متعددی در این زمینه هست که علم ائمهشون شب‌های جمعه، هر شب جمعه در واقع اضافه میشود. اگر عنوان بابی هست که اگر ائمه بابشون علمشون اضافه نشود علمشون از بین خواهد رفت و
ناقص می شود. به هر صورت این علم را گفتند که از همون سرچشمه یکی یکی به امام بعدی میرسه، از امام قبلی به امام بعدی تا امام مورد نظر در واقع میرسه. اما در این روایت، خود این روایتی که در این باب اومده در واقع برخلاف اون مطلبی هست که در اونجا ذکر کردن. در این روایت سیدنا علی رضی الله تعالی در سه روایت از این روایات که اومده ادعا کرده به من چیزهایی داده شده که به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده نشده بود و عملا این دلیل برتری سیدنا علی نه تنها بر انبیای گذشته حتی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت چنین ادعایی رو در واقع برای خودشون مطرح نکردن. این خلاصه از باب قبلی بود که با توجه به اینکه چند هفته ما برنامه نداشتیم من این خلاصه رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. بعد از این بابی که هست باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته، باب نادری هست یعنی نایاب، یک گوهری هست که هر جا نمیشه اینو پیدا کرد و جامع هست یعنی تمام صفات امام را در یک جا و در یک روایت، بهترین تعبیر این است که عرض بکنم که جعل کردند و گفتند که ائمه این صفات رو در واقع دارن. در مورد ائمه شیعه به صورت کلی من اینو عرض میکنم که اصل جایگاه امامت در مذهب شیعه که اینو آوردن یکی از ارکان دین یا از اصول مذهب حداقل قرار دادن و هر کسی که به امامت حتی یک نفر از ائمه 12گانه ایمان نداشته باشد مسلمان نیست، مؤمن نیست و هیچ کدام از اعمالش رو الله متعال قبول نمی کند، با توجه به صفات بسیار عظیمی که برای امام ثابت کردند که احیانا این صفات در موازات صفات الله متعال هست، یعنی فراتر از این که به موازات رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و همپایگی با رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت می کند، احیانا از این فراتر رفتن صفات الله متعال را به بندگان الله یعنی به ائمه خودشون در واقع دادن. انسان هرچند که بیشتر با روایات شیعه سر و کار داشته باشد، مطالعه بکند، به بطلان عقیده امامت یقینش بیشتر می شود. اونم در صورتی که روایاتی که جعل شده از زبان ائمه، بالفرض ما قبول بکنیم که این روایات جعلی نیست، این روایات رو خود ائمه گفتن، اون گونه که ادعا میکنن امام جعفر صادق گفته یا باقر گفته یا این روایت از زبان رضا هست یا موسی کاظم و بقیه ائمه شیعه رو، اگر واقعا این روایات را خود ائمه گفته باشند باز هم دلیل بر این هست که جایگاه امامت هیچ گونه فضیلتی و هیچ گونه در واقع برتری و هیچ گونه اهمیت و ارزشی رو در واقع ندارد. اون اهمیتی را که بشود اون را از قرآن ثابت کرد، زیرا تمامی استدلال هایی که ائمه شیعه کردند با توجه به این که این روایات از ائمه شیعه نقل شده، تمامی روایاتی که از ائمه شیعه نقل شده و ادعاهایی که ائمه شیعه کردند برای اثبات جایگاه امامت یا امامت خودشون و صفات و ویژگی ها و لوازم امامت، تمام اونها رو وقتی که ما نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که چنین جایگاهی وجود ندارد، نه در قرآن دلیلی برای اینها هست و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشود از این اثری رو پیدا کرد. زیرا تمامی استدلال هایی که خود این ائمه از آیات قرآن کردند، اگر ما آیات قبل و آیات بعدش رو نگاه بکنیم این استدلال ها هباء منثورا می شود. اون استدلالی که نسبت داده میشه طبیعتا به ائمه، چون ائمه هیچ وقت همچین استدلالی رو نمی کنن، چون از اهل شمس هست که هیچ ارتباطی بین اون استدلال و بین دلیلی که آوردن وجود نداره. دقیقاً این گونه هست و ما معتقد هستیم که این روایات جعلی هست که راویان دروغگو و جاهل شیعه اینها رو در واقع ساختند و پرداختند. به مقام ائمه هیچ گونه خدشه‌ای وارد نمی شود. ما میدونیم که ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه گرفته و فرزندشون حضرت حسن یا حضرت حسین، امام زین العابدین، باقر، صادق، همچنین رضا و قبل از اون موسی کاظم، اینا در واقع جز ائمه بزرگوار مسلمین بودند، انسان‌های با دیانت و با تقوی بودند. از چنین ادعاهای پوچی و از چنین حرف‌های بی دلیل و منطقی و از چنین استدلال‌های به قول
امام و علامه برقی لایت چسبک هست، یعنی به هیچ گونه تناسبی با هم دیگر ندارن و این دلیل بر جهل راویان شیعه هست، اون کسانی که این روایات رو جعل کردن. اما آقایون اصرار دارن بر این که این روایات حرفهای ائمه هست، قول امام معصوم، قول امام معصوم هست. بهترین کتابشون و موثق‌ترین کتابشون کتاب اصول کافی هست و تمامی روایاتش خیلی قریب به اتفاقش برمیگرده به خود این ائمه، نسبت دادن به ائمه. و یکی از این دو تا رو باید قبول بکنن، دو گزینه رو، یا معتقد بر این باشند که این روایات ربطی به ائمه شیعه ندارد، دروغ هست، اینها این ساخته و پرداخته راویان هست، در طول تاریخ اینها رو جعل کردن، به مرور زمان جعل شده. خب حرفی هست که ما اینو میزنیم و واقعیت هم همین هست. یا این که قبول بکنند که این روایات حرف ائمه شیعه هست، لازمش این است که بیسوادی ائمه خودشون رو در واقع ثابت بکنند. اگر این حرف امام باشد، اگر این حرف امام باشد، با این استدلال‌های غیر منطقی و غیر عقلی و غیر اصولی که با اصول علمی سازگار نداره، با محتوای آیه، با ما قبل و سیاق و سباق آیه هیچ گونه ارتباطی رو نداره، این استدلال‌های ناشیانه در واقع به مقام ائمه به هیچ عنوان نمی‌شود که این رو نسبت داد. اون امامی که تازه اون رو عالم الغیب میدونن، اون امامی که اون رو از خطا و اشتباه و معصوم میدونن، و اون امامی که دیگه مظهر هرچی علم در آسمان و زمین. بله. اگر قبول بکنیم که این حرف امام هست، بدین معنی هست که این خودش به معنی بطلان امامتش هست، از زبان خود امام، از زبان خود امام، زیرا که این حرفایی رو که زده به هیچ عنوان مصداقیت نداره، صحیح نیستند، تضاد هستند، دارند با اون آیاتی که خود این امام در واقع از اون آیات استدلال کرده. این مثال سایه‌تر اگه بخوایم بزنیم حضرت مولانا، مثل این که یک ریاضیدانی کسی بخواد بیاد ادعای این بکنه که علامه ریاضیات هست، بعد برای اثبات این ادعای خودش دلایلی بیاره که در اون دلایل در الفبای علم ریاضی دچار اشتباه شده. حتما این گونه هست. و جالب این است که در این روایتی که در این باب آورده 5-6 تا آیه رو از زبان امام رضا آوردند، استدلال کردند برای جایگاه و فضل امامت، برای صفات ائمه که هیچ گونه ارتباطی رو با ائمه در واقع ندارند. اگر به ما قبل این آیه و ما بعد این آیه بنگریم، در واقع خود این استدلال خود به خود در واقع باطل می شود. این یک نکته. عرض کردم که در قرآن و حدیث هیچ گونه دلیلی برای اثبات امامتی که شیعه ادعا می کنند، امامت با قرائت شیعی اثنا عشریش، هیچ گونه دلیلی در قرآن و سنت در واقع نمی شود از آن پیدا کرد. این یک مطلب. مطلب دیگر این که با توجه به صفاتی رو که شیعه به ائمه دادند، یعنی هزاران معجزه رو در کتاب کافی و غیر کافی برای ائمه آوردن، ثابت کردند، معجزات هست. و حتی بهرانی کتابی دارند به نام مدینه المعاجز، شهر معجزه ها، که معجزه های خیلی زیاد و بیشماری رو برای ائمه خودشون در واقع استدلال کردند. و این صفاتی رو که در این باب اومده و در ابواب دیگر اومده، در کتاب‌های دیگر اومده، صفاتی رو که فراتر از صفات یک انسان هست، فراتر از صفات پیامبران هست، حتی در حد صفات الله متعال هست. جالب این هست که در 12 امامی که شیعه داشتند، از علی گرفته تا امام موجودشون که امام مهدی هست، غایب همیشه غایب هست، که در واقع هیچ گونه نفی و منفعتی رو نه برای شیعه داشته و نه برای غیر شیعه و نه برای خودش. در میان این ائمه با این همه معجزاتی که داشتند، با این همه صفاتی که صفات نبوت هست ادعا می‌کنند که داشتند، با این همه صفاتی که صفات الهی هستند داشتند و تمام این معجزاتی رو داشتند، هیچ یکی از این صفاتشون و معجزاتشون و ویژگی‌هایشون برای ائمه کارگر نبوده. برای خودشون جواب نمیداده، بلا استثناء ارور میزده. برای یک معجزه برای اثبات امامت کافی هست. یک معجزه اگر واقعا تحدی میکرد سیدنا علی، حسن، حسین یا هر امام دیگری در ملأ عامی، اگر واقعا تحدی میکرد مردم را، این معجزه را به مردم نشون میداد، خب همه قبول میکردند، آمنا و سلمنا.
قطعا اگر این کار رو انجام میدادن، اگر نگوییم 100% مردم یعنی میپذیرفتند امامت ایشان رو، قطعا مسلمان بودن همه مردم. وقتی که در ملأ و در جمع مسلمانان یک دلیل برتری خودشون رو، دلیل امامت خودشون رو ظاهر میکردن، قطعا یک طیف گسترده اگر همه نباشن 100% اکثریت مردم در واقع قبول میکنند، امامت ایشون رو میپذیرند. اما هیچ کدام از ائمه این کار رو انجام ندادن و معجزات هیچ یکی از این ائمه و صفات الهی و نبوی هیچ کدام از این ائمه کاری رو برای ائمه در واقع انجام ندادند. در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم که طبق این روایتی که شما جلوتر پیشتر اشاره کردین با همچین صفاتی، با همچین مواردی تونستن که یک لشکری و یک ملتی رو پشت سر خودشون هدایت بکنن و بکشونن. قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم اونگونه که سیدنا جعفر رضی الله تعالی عنه در بارگاه حبشه در واقع توصیف کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، اومدند و گفتند که ما را دستور میدهد که مال فقرا، ما قبلا مال فقرا رو میخوردیم و ظلم میکردیم و بت میپرستیدیم، این پیامبر اومده ما رو امر کرده به راستگویی و بقیه مواردی رو که در واقع در اونجا ذکر کردند. یعنی این که عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم موفق شدند انسانهای بت پرستی رو، انسانهای کافری رو، انسانهایی رو که راهزن بودند، اونها رو به عنوان نشانه‌های عدالت، انسانهای پاک و در واقع مؤمن و مسلمان اونها رو تبدیل بکند، به این مقام اونها رو در واقع برساند و قطعا موفق بودند رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما هیچ کدام از ائمه شیعه چنین موفقیتی رو حتی برای اصحاب درجه یک خودشون، یاران درجه یک خودشون در واقع نداشتند. گلایه هایی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در کتاب نهج البلاغه از اصحاب خودش کرده بسیار زیاد هست، یعنی ده ها مورد هست که ایشون در واقع گلایه میکنند، حتی ایشون آرزو میکند کاش که معاویه حاضر میشد که با من معامله بکند. لوددت ان معاویه صارفنی بكم صرف الدینار بالدرهم، میگه من دوست داشتم که بله یک معاویه افراد خودش رو با من عوض میکرد، صرف میکرد، یعنی معامله صرافی میکرد و من 10 نفر از افراد خودم، شیعیان خودم رو میدادم، معاویه 1 نفرش رو به من میداد. و خیلی موارد خیلی زیادی هست که نمیخوام این باب رو در واقع باز بکنم. این برترین امام شیعه هست. حضرت حسن رو تحویل دشمن دادند و همچنین حضرت حسین رضی الله تعالی عنه همشون، یعنی هیچ کدام یعنی شیعه در تاریخ خودش حتی یک مورد ندارد که شیعیان یک زمانی پا به پای ائمه خودشون ایستاده باشند. محال هست، چون این چیزی تا حالا در تاریخ اتفاق نیفتاده که شیعیان یکی از این ائمه صداقت داشته باشند و ایمان خودشون را، صداقت خودشون رو در واقع به نمایش بگذارند. به هر صورت اگر اجازه بدید برگردیم به این بابی که مطرح شده حضرت مولانا و روایتایی که در این باب هست. این باب همون گونه که ادعا شده باب نادری هست و واقعا هم نادر هست، یعنی مثل خودش نداره جای دیگه، نادره و نداره و چنین استدلال‌های در واقع بی منطق و بی موردی واقعا هم باید نادر باشه. هیچ انسان عاقلی نمیتواند چنین استدلال‌های بی مدرکی رو و بی مورد رو که نمیشود اونها ثابت کرد، اونم از آیات قرآن در واقع چنین استدلال‌هایی رو در واقع داشته باشه و دلیل بر جهل و عدم آشنایی بزرگان شیعه به معنی راویان شیعه هست که از قرآن کریم و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ گونه اطلاع و آگاهی رو نداشتن. چون که روایت خیلی طولانی هست، من فقط مواردی رو از این روایت انشاءالله انتخاب میکنیم و ترکیزمون بیشتر و انگشت میگذاریم بر روی آیات قرآن کریم که در این روایت در واقع ذکر شده و نوع استدلالی که گفته میشود که امام رضا در واقع این استدلال ها رو داشتن. اگر دوستان این دوربین رو فعال بکنن، میگه باب نادر فی فضل الامام، باب نادری هست در جامع هست در فضل امام و صفاتش. با این سند این روایت رو آورده، میگوید که عبدالعزیز ابن مسلم میگوید قال کنا مع الرضا علیه السلام به مرو، ما همراه با امام رضا در مرو بودیم، فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعه فی بدء مقدمنا، در روز جمعه در مسجد جامع ما جمع شده بودیم در همون آغاز ورود خودمان در شهر مرو و ما مردم در مورد امامت صحبت کردند. فاداروا امر الامامه و ذکروا کثرت اختلاف الناس فیها، بحث امامت به وجود اومد و که مردم خیلی اختلاف کردند در این زمینه و واقعا اختلافی که در باب امامت وجود دارد
با این که در یکی از اصول دین هست نزد شیعه، در هیچ موردی وجود ندارد، در هیچ یکی از جزئیات فقهی، و من فکر نمی کنم که در هیچ یکی از قضایای بشری به صورت کلی به اندازه اختلاف وجود داشته باشد که در امر امامت ائمه اثنا عشر اختلاف وجود دارد. حتی نزد خود شیعه. بله، بحث شیعه اهل سنت و الجماعت خب یک اختلافه. اهل سنت و الجماعت معتقد هستند به صورت کلی که امامت منصوصی از جانب الله متعال وجود ندارد. شیعه رو با تمام فرقه هایی که دارد اونها رو در طرف دیگر قرار بدیم که اونها میگن امامت منصوصی وجود دارد. بله. این یک اختلافه. اما اختلافی که در میان خود شیعه هست برای اثبات کی امام هست و کی بعد از کی امام بعد شده از چه امام، بعد از امام اول، امام دوم در واقع کی هست، امام سوم کی هست، و حتی اختلاف در خود پیروان یک امامی. هر امامی که در واقع از دنیا می رفتند و بعد از اون چندین فرقه به وجود می آمد و هر گروه یک امام داشتند، یک مهدی داشتند که در واقع خیلی زیاد هست که نوبختی در کتاب خودش این موارد را به صورت مفصل آورده. و ده ها گروه و فرقه هستند، فرقه های شیعه، که اصل اختلافشون هم تنها بر روی مسئله امامت هست. بزرگترین اختلاف در تاریخ در مورد امامت هست و اونم در دایره مذهب شیعه. اگر واقعا یکی از اصول، ما این سابقه رو نداریم، نه تنها در اصول اسلام ما چنین چه سابقه ای رو نداریم، حتی در فروع فقهی و در تضادی که و اختلاف نظری که در میان مجتهدین در طول تاریخ وجود داشته، در یک مسئله شما نمیتونید به اندازه مسئله امامت در دایره مذهب شیعه اختلاف و در واقع اختلاف نظر و دیدگاه رو بتونید ثابت بکنه. این اصلی که جزء ارکان دین که هیچ جزء ارکان کره زمین هم هست، این ستونای زمین عجیبی که هنوز کره زمین چپه نشده. هم اختلاف هم هست. خب ایشون میگوید که عبدالعزیز ابن مسلم میگوید مردم در مورد امامت صحبت کردند که چرا این همه اختلاف شده و ذکروا کثرت اختلاف الناس فیها، که مردم خیلی در این مورد اختلاف دارند. میگوید من رفتم پیش امام رضا و عرض کردم که امام، مردم در مورد مثلا امامت این همه اختلاف دارند. ثم قال یا عبدالعزیز جهل القوم و خدعوا عن آرائهم، مردم نمیدونند این قضیه را و در این زمینه مطالبی رو ذکر کرده. میگوید که ان الله عز وجل لم یقبض نبیه صلی الله علیه و آله حتی اکمل له الدین، که تا زمانی که الله متعال دین رو کامل نکرده بود پیامبر رو از دنیا نگرفت. خب این حرف منطقی هست، ما اینو قبول داریم. تا زمانی که دین کامل نشده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا نرفتن. و انزل علیه القرآن فیه تبیان کل شیء، در قرآن الله متعال همه چیز رو بیان کرده، یعنی مواردی رو که مسلمانان نیاز دارند همه چیز رو بیان کرده. امور اعتقادی و دینشون، امور اعتقادی و اصول ایمان در باب اولا هست، قطعا اینها رو بیان کرده. به اضافه این تعدادی از جزئیات فقهی و مسائل بسیار ریز فقهی رو هم قرآن کریم در واقع چیزی رو که برای مردم نیاز بوده و نیاز به این بوده که در قرآن مطرح بشود صراحتا الله متعال هم کلیات گفته شده و هم در برخی موارد جزئیات هم گفته شده. اما در مورد امامت متاسفانه چیزی در قرآن کریم وجود ندارد. یعنی بحث امامت از این کلیات، امامتی که عرض میکنم با قرائت شیعه است، امامت با قرائت شیعه جز مواردی هست که در قرآن کریم هیچ گونه اشاره به اون نشده، نه تنها تصریحی نشده، نه تنها در آیه به صورت نصر نیومده، بلکه حتی اشاره هم به این مورد، یعنی امامت ائمه اثنا عشر در قرآن کریم وجود ندارد. به هر صورت بین فیه الحلال و الحرام، الله متعال حلال و حرام را مشخص کرد در قرآن، حدود و احکام را بیان کرد و جمیع ما یحتاج الیه الناس کملا، هر چیزی که مردم به اون نیاز دارن همه را الله متعال بیان کرده. فقال عز وجل ما فرطنا فی الکتاب من شیء و انزل فی حجة الوداع و هی آخر عمره. الان میخواد استدلال بکنه برای امر امامت، برای امر امامت. اصل سوالم در مورد امامت بود. مردم اختلافشون در مورد امامت بود و کثرت اختلافی که در تعیین امام وجود داره. چرا این همه اختلاف وجود داره؟ الان امام میخواد که این اختلاف رو ریشه یابی بکنه که چرا اختلاف به وجود آمده. آیا اساسا مردم حق دارند که چنین اختلافی بکنند، اختلاف به وجود بیاد، یا چنین حقی رو در واقع ندارند؟ استدلال میکند از آیه‌ای که امروزه هم شیعه هم خیلی از این آیه در واقع استدلال میکنند. بله، با آب آیه این است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سوره مائده، بخشی از آیه سوم. بخشی از آیه سوم هست که در اینجا آورده.
بله. اینجا چند نقطه قابل توجه هست. یکی این که در این روایت صراحتا اومده که و انزل فی حجة الوداع، که در حجة الوداع این آیه نازل شد. حجة الوداع یعنی اولین و آخرین حج رسول الله، همون گونه که از اسمش هم مشخص هست، یعنی حجی که در آن رسول الله صلی الله علیه و سلم با امت خودشون وداع کردند، خداحافظی کردند. بله. پس بنابراین این آیه در حجة الوداع نازل شده، در حجی که به عنوان حج خداحافظی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و تاکید هم آورده که وهی آخر عمره. و این حجة الوداع کی بود؟ آخر عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم، که بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم از حج برگشتن 2-3 ماهی بیشتر در واقع زنده نبودن و از دنیا رفتن. خب وقتی که ما میگیم حجة الوداع، اولین و آخرین حج رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حج تأکید میکردند خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی خاضع، که مناسک رو از من بگیرید، یاد بگیرید، نگاه بکنید کیفیت حج مرا و احکام حج رو از من یاد بگیرید، شاید من سال دیگه نباشم. یعنی نماز حکمش قبلا بود، روزه بود، زکات بود، بقیه فرایض و ارکان اسلام همه بودن بجز استثنای حج، که حج با این که فرض شده بود اما رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا کیفیت حج رو برای مردم بیان نکرده بود. با حج رسول الله صلی الله علیه و سلم و تبیین کیفیت شعائر حج، دین در واقع کامل شد. هر انسان عاقلی وقتی که میدونه این آیه در حجة الوداع نازل شده و با انجام حج و بعد از انجام حج در واقع نازل شده، یعنی این که در واقع اون موردی که دین رو تکمیل کرده بیان مثلا مناسک حج بوده. به هر صورت من میخوام این نکته رو اشاره بکنم که آقایون شیعه اومدن استدلال‌های بسیار زیادی رو دارن که نمیدونه از زمان آدم گرفته تا زمان خاتم، حتی قبل از آدم، قبل زمانی که اصلا انسانی وجود نداشته، نمیدونم علی معلم تمام فرشتگان بوده، بر سر در بهشت نوشته، سردر بهشت نام ائمه نوشته، در روی پایه های عرش الهی در واقع نام ائمه در واقع نوشته، قبل از خلقت بهشت اونها رو خلق کردن. تمام این مواردی رو که ذکر کردن و تمام استدلال‌هایی رو که شیعه کردن قبل از نزول این آیه استدلال‌های باطلی هست. یعنی زیرا که به اتفاق یعنی روایاتی که در این زمینه از شیعه وجود داره و همچنین این روایت استدلال کرده که این آیه که نازل شده در حجة الوداع بوده، حجة الوداع و در آخر عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم. شیعه امروز اگر از اونا بخواید که آیه رو در مورد اثبات امامت علی در واقع بیارن، الیوم اکملت لکم دینکم، اینو میارن. این از آخرین آیاتی هم که نازل شده، آخرین آیه هست. حتی در روایت خود شیعه هست که امر امامت آخرین فرضی بود که از جانب الله متعال نازل شده بود. در کجا نازل شد؟ به قول امام رضا و بقیه ائمه‌شون در حجة الوداع و در آخر عمرش و در بنابر روایاتی که در این زمینه حتی در کتاب شیعه هست، این آیه در روز جمعه و در عرفات نازل شده، حدود 3 ماه قبل از وفات رسول صلی الله علیه و سلم. دقیقاً این گونه هست. پس بنابراین تمام استدلال هایی که شیعه قبل از این میکنند برای اثبات امامت ائمه اثنا عشر خودشون استدلال های باطلی هست. سر دوراهی قرار میگیرن. یا باید بپذیرن که قبل از نزول این آیه استدلالی وجود نداشته که الان کامل شد، یا اینکه باید بگن الان نازل شد که خود به خود باز قبل از این پس چرا ادعا میکنید پس قبل از این نبوده دیگه، چون قبل از این مطرح میشد دیگه این آیه الان معنای پیدا نمیکرد. همون موقعی که نازل شده بود آیه امامت، همون موقع این آیه نازل میشه. ادعا میکنند که در همون روزی که نبوت اعلام شد، رسالت رسول الله صلی الله علیه و ایشون پرده برداشتن و آشکارا برای مردم بیان کردند، ادعا میکنند در همون روز ایشون هم گفتند که علی جانشین من هست. نمیدونم حدیث دار و نمیدونم بقیه مواردی که قبل از این تاریخ بوده، تمام اونها در واقع زیر سوال میروند. اگر آخرین فرض الهی فرض امامت بوده، پس بنابراین حرفهایی که شما در مورد امامت و استدلال برای امامت از آیات قرآن و احادیث رسول الله و سیره رسول الله کردید، همه اونها در واقع باطل است. فقط باید یک دلیل داشته باشید، اونم این آیه که آخرین آیه است. تمام آیاتی که قبل از این آمده پس اونها دلالت نمی‌کرده که بعد از این دوباره این آیه آمده. بله، فقط به زور شیعه می‌خواسته که از این آیات در واقع امامت ائمه رو در واقع ثابت بکنه. طبق استدلال خودشون. به هیچ گونه یعنی عرض کردم که هیچ گونه نه تصریحی رو در این زمینه دارد و نه اشاره‌ای رو در واقع به این
زمینه دارد، مگر این که عرض کردم که ما چشم خودمان را ببندیم مثل یهود و بنی اسرائیل، آیات قبلش و آیات بعدش را روش دست بگذاریم، نخونیم اونها را، فقط همین یک تکه آیه را بخونیم و اینو هم با طبق مراد آقایون که ترجمه میکنند اون گونه بفهمیم، نه اینکه خود آیه در واقع چیزی رو برای ما معرفی میکنند. به هر صورت اینجا میگه و امر الامامه من تمام الدین، و امر امامت از تمام دین هست، یعنی قبل از این که این آیه نازل بشود امر امامت اعلام نشده بود. اگر اعلام شده بود خب دین قبلا کامل میشد. بله. اگر امر امامت واقعا قبل از سال حجة الوداع اعلام شده بود، یعنی این که هیچ حکمی از احکام اسلام در واقع باقی نمونده بود. در این روایت آقای امام رضا میگوید که این امر امامت هست و با امر امامت در واقع دین کامل شد. و امر الامامت من تمام الدین ولم یمض رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی بین لامتی معالم دینهم و اوضح لهم سبیلهم و ترکهم على قصد سبیل الحق. و ما این حرف ما هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم امت رو بر صراط مستقیمی در واقع واقف کردند، قرار دادند و وظیفه و رسالتشون در واقع تمام شده. و میفرماند و اقام لهم علی علیه السلام علما و اماما. اون یک ادعای باطلی هست. در آیه قرآن هیچ گونه اشاره‌ای نه به مسئله امامت شده و نه به نام سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. هیچ دلالتی بر امامت هیچ گونه دلالتی رو نداره. اگر بالفرض این که دلالت بر امامت بکنه، خب هر کسی دیگر غیر از علی را میتونن مصادیقش قرار بدن. هر کسی بیاد استدلال بکنه که آقا منظورم فلانی بوده، با چه دلیلی ما میخوایم اون رو رد بکنیم؟ زمانی هیچ گونه تصریحی نیومده در آیه و خود آیه هیچ گونه نه بحث امامت هست و نه نام امام در این آیه اومده، پس بنابراین هر کسی رو، یعنی این آیه یک آیه جامعی نیست بنابر تعبیر شیعه. گرچه ما معتقد هستیم که در مورد احکام حج بوده و با فریضه حج در واقع دین کامل شده بود. به هر صورت میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم علی را قائم مقام خودش قرار داد، اون رو علم قرار داد برای مردم. کجا قرار داد؟ در قرآن ذکری نشده و در روایات صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم از امامت با قرائت شیعه هیچ گونه اثری در واقع وجود ندارد. به هر صورت در اینجا بعد میاد یک حرفی رو در اینجا میزند که میخواد که انتخاب امام رو در واقع رد بکند، که انتخاب حق مردم نیست. تمام این موارد را ذکر میکند. میگه هل یعرفون قدر الامامت، آیا مردم قدر امامت رو میدونند؟ و محلها من الامتی، که چه جایگاهی در دین دارد، در میان امت دارد. فیجوز فیها اختیارهم، آیا مگر مردم ارزش امامت رو میدونند که بتونند امام تعیین بکنند؟ ان الامامت اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلى مکانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم. میگه بحث امامت از درک و فهم انسانها خیلی فراتر هست. چگونه میتونند که خودشون با عقل خودشون، با درایت خودشون، با صلادید خودشون بخوان یک امامی رو در واقع انتخاب بکنن؟ او یقیم اماما به اختیارهم. فقط میخواد این نکته رو بگه که امامت از جانب الله متعال تعیین شده، اما متاسفانه هیچ آیه‌ای دلالت صریح و اشاری به تعیین امام از جانب الله متعال که بعد از رسول الله به عنوان جانشینیشون باشه در هیچ آیه‌ای چنین چیزی در واقع ذکر نشده. جناب مولانا سوالی برای من پیش اومد. الان اینجا ذکر شد که امام چون درجه عظیمی داره، چون که اصلا فهمش مشکله برای انسان، چه برسه که به اون مقام میخواد برسه و یک مقام وهبی است به اصطلاح، یعنی الله تعالی خودش هر کسی رو که بخواد انتخاب میکنه به عنوان امام، همونجوری که هر کسی رو که بخواد پیامبر میکنه. ما حق نداریم از الله تعالی بطلبیم که ما رو پیامبر قرار بده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیاء و خاتم النبیین و این دعا اصلا یعنی تعدی در دعاست و چه بسا که ما به خاطر این دعا گناهکار هم بشیم، چون نبوت یک امر کسبی نیست، یک امر وهبی است و امامت هم طبق این ادعا یک امر وهبی است، در حالی که الله تعالی در سوره فرقان آیه 74 میفرماد از صفات عباد الرحمن، یعنی بندگان خاص الله تعالی، وقتی که از آیه 61 شروع میشه تا آخر میفرماد اینه که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، برای ما از فرزندان ما و همسران ما خنکای چشمی قرار بده و جعلنا للمتقین اماما، و ما رو برای متقیان امام قرار بده، نه برای مردم عادی، حتی برای متقین هم امام قرار بده. چطور ممکنه که الله تعالی بخواد از بندگان خاص خودش عباد الرحمن که شما از من بخواید که من شما رو امام قرار بدم، در حالی که امامت یک درجه وهبی باشه و کسی حق نداشته باشه که این مقام رو طلب بکنه و اصلا در جاش فکر بکنه و بخواد انتخاب بکنه؟ بله.
خود امام یعنی با توجه به زبان عربی و با توجه حتی به آیاتی که در قرآن کریم وجود دارد، امام به معنی پیشوا هست، به معنی رهبر هست. یعنی یک فردی که پیشاپیش یک ملت قرار داره و یک ملت از اون در واقع اتباع و پیروی میکنن. این یک مطلب دیگر این که اصل امامت یعنی خود کلمه امام و امامت گونه های مختلفی رو داره. ما هم امام ضلالت داریم و هم امام هدایت داریم. پیامبران الهی امام بودند به این معنی که مردم را هدایت میدادند به طرف الله متعال و دشمنانشون مانند فرعون و مانند نمرود و مانند بقیه کسانی که رأس کفر بودند در زمان رسول الله یا قبل از ایشان یا در زمان امروز بازم ائمه هستند. خود قرآن میفهمد که درباره فرعون ما در آیه 41 سوره قصص داریم میفهمد و جعلناهم ائمة یدعون الی النار. یدعون الی النار. بله. از خود فرعون و فرعونیان وقتی آیه 40 و درباره هلاکت فرعون میگه که با لشکرش غرق شد، در آیه 41 میفهمد که اینها کسانی هستند که جعلناهم ائمة یدعون الی النار. بله. امام قرار دادیم. امام قرار دادیم برای جهنمیان که مردم رو به طرف جهنم در واقع میبرن. پس بنابراین کلمه امام هیچ گونه قداستی رو ندارد مگر اینکه امام به طرف هدایت باشه. و این امام خودش در واقع اون گونه که شما اشاره کردید که الله متعال میفرماید وجعلنا للمتقین اماما، یعنی یک جایگاه کسبی هست. انسان یعنی این میتواند پیشوای نه تنها مسلمانان، پیشوای متقیان قرار بگیرد. انسان در تمام رفتار خودش، اخلاق خودش، ایمان خودش، اعتقادات و باورها و اعمال و کردار خودش به صورت کامل و 100% مطیع و فرمانبردار دستور الله متعال باشد، میشود الگو و امام برای مردم. و الله متعال این دعا رو برای ما مشروع قرار داده، به ما یاد داده که عباد الرحمن این گونه دعا میکنند که پروردگارا نه تنها این که ما رو پرهیزگار بگردان، متقی بگردان، ما رو در تقوای خودمون و در پرهیزگاری به یک مرحله برسان که نیکوکاران هم از ما اقتدا بکنند، ما مقتدا و الگو باشیم برای در واقع نیکوکاران و پرهیزگاران. و خود این دلیل بر این هست که در واقع این جایگاه کلمه امام هیچ گونه اختصاصی به ائمه شیعه در واقع ندارد، اون گونه که شیعه ادعا میکنه هر جایی که کلمه امام هست پس بنابراین منظور ائمه شیعه در واقع باشند، که به هیچ عنوان چنین استدلالی و چنین تعبیری در واقع سازگار نیست. ایشون در ادامه این روایت البته در مورد این که مردم انتخاب را یعنی انتخابی رو داشته باشن، من بعدا ان شاء الله مطالبی رو خواهم گفت. آیا امامت از دیدگاه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه منصب الهی هست یا اینکه منصبی هست که از جانب مردم در واقع تعیین می شود که امام رو در واقع تعیین بکنن؟ در ادامه ایشون میاد یک مطلب دیگری رو، آیه دیگری رو در اینجا ذکر کرده که در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام میگه که ان الامامه خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوة والخلة مرتبه ثالثه، که الله متعال این امامت رو به حضرت ابراهیم داد بعد از نبوت و بعد از این که ایشون خلیل الله قرار گرفتن به عنوان مرحله سوم و درجه سوم ایشون در واقع امام شدن. ایشون اول پیامبر بودند، نبی بودند، بعد شدند خلیل و بعد شدند در واقع امام شدند. و فضیلتا شرفه بها و اشاد بها ذکره، که الله متعال اینو در واقع ذکر کرده و در اینجا که فرموده انی جاعلک للناس اماما، که من میخوام تو رو برای مردم در واقع امام قرار بدم. استدلال آقایون این است که یعنی اگر کسی میخواد که به جایگاه امامت در واقع برسد، لازمش این است که اول جایگاه نبوت رو داشته باشه، بعد از اون جایگاه خلیل بودن رو داشته باشه، خلت رو داشته باشه، و بعد از این دو جایگاه امامت هست که در واقع حضرت ابراهیم بعد از دو جایگاه اولی در واقع به این مقام در واقع صعود کردن و الله متعال ایشون رو به این جایگاه در واقع رسون. و متاسفانه امام رضا یا اون کسی که این روایت رو جعل کرده بعد از این یک آیه دیگری رو آورده که در تضاد با این استدلالی هست که در اینجا قرار داده. اولا آیا ائمه شیعه از علی گرفته تا مهدیشون کدوم یکی از اینها این مراحل رو طی کردند؟ مستقیم رفتن مرحله سوم. این تخلبی کردن، نمیدونم در واقع چگونه پریدن. اگر قرار هست که برای درجه امامت انسان باید درجات قبلی رو داشته باشه، حتما پیش زمینه رو داشته باشه، اول به نبوت برسد، یک زمانی در حالت نبوت باشه، بعدش به مقام خلت برسد
یک زمانی در این حالت باشه و بعد از اون صعود بکنه به مقام امامت. کدام یکی از ائمه شیعه و به چه دلیلی این جایگاه اول و جایگاه دوم رو داشتند که شما امروز ادعا میکنید اونها برای شما امام هستند؟ مثل این بعضی از این وزیران دولت آخوندی که از آکسفورد بدون اینکه دیپلم داشته باشن مستقیم میرفتن دکترا میگرفتن، شاید اونجا آکسفورد اینا برای اینا مدرک چیزی داده باشه. همینطور فقط این احتمالی رو در واقع میتونه که در اینجا مطرح بکنیم. ایشون بعد از این میاد یک آیه دیگری رو در اینجا مطرح کرده که خودش در تضاد با این استدلالی هست که از این آیه در واقع قرار دادن. الله متعال میخواست که حضرت ابراهیم علیه السلام را پیشوای مردم قرار بده. پیشوا در ایمانش هست، در یقینش هست، در امتثال امر الهی هست، با توجه به امتحانها و آزمایش‌های منحصر به فردی که الله متعال از ابراهیم گرفت. ان ابراهیم کان امتا، بله خودش یک امتی بود برای خودش بود و بعد تو به رسول صلی الله علیه و آله امر شد که ازشون اتباع بکنه. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند خودش رو قربانی کرد که امتحان منحصر به فردی هست. فرزندش رو و همسرش رو در موارد مختلفی من دونه که چندین بار و اینکه تنها گذاشت اونها رو در واقع، یعنی امتحانات بسیار سختی رو ایشون پشت سر گذاشتند و به مقام پیشوایی رسیدند. یعنی در این زمینه‌ها الله متعال ایشون رو الگو قرار داده برای تمام کسانی که میخواند که مال خودشون رو، جان خودشون رو در واقع فدا بکنن برای الله متعال. پدر ملت قرار گرفت. ملت ابیکم ابراهیم، تمام موحدین تاریخ، موحدین و یکتاپرستان هست. در ادامه ایشون یک مطلبی رو در اینجا ذکر میکنه: ثم اکرمه الله تعالی بان جعلها فی ذریته اهل الصفوه و الطهاره. الان میخواد زمینه سازی بکنه برای این که این مقام رو از ابراهیم سلب بکنن، بکشن نهایتا به فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم، به تعبیر خودشون اهل بیت در واقع اینها رو بیارن اثبات بکنن. میگه که ثم اکرمه الله تعالی بان جعلها فی ذریته، الله متعال این امامت رو در ذریت ابراهیم، در نسل ابراهیم قرار داد، اهل الصفوه و الطهاره. در این آیه که الله متعال میفرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله، ما اسحاق و یعقوب رو به ابراهیم علیه السلام بخشیدیم و کلا جعلنا صالحین، و تمام این افراد رو ما انسانهای صالح و نیکوکاری در واقع قرار دادیم. و در ادامه میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، ما اونها را ائمه قرار داریم. و جعلناهم، این حداقل در اینجا از فرزندان حضرت ابراهیم اسحاق را و یعقوب را، ما اونها را ائمه قرار دادیم، یهدون به امرنا، که با امر ما مردم را چکار میکردن؟ هدایت میکردن. در سوره انبیاء. بله. الان سوال اینجا هست که به تصریح قرآن در اینجا یعقوب امام هست، یعقوب امام هست، اسحاق امامه و ابراهیم هم امامه. بله. و ابراهیم هم امام، این جعلک للناس امام. این پدر و پسر و نوه. بله. آیا امروزه شیعه معتقد هستند که اسحاق و یعقوب در مقام حضرت ابراهیم هستند؟ من تا حالا چنین حرفی رو نشنیدم از کسی از شیعه ها. حضرت ابراهیم علیه السلام به اتفاق جزء اولوالعزمه، پیامبران اولوالعزم، پیامبران اولوالعزم، 5 پیامبر برتر هست و بعد بین 5 تا باز جزء 2 تای برتر. بله. اما حضرت یعقوب و حضرت اسحاق چنین جایگاهی رو در واقع نداشتن، با وجود جلالت شأنشون، با وجود جلالت شأنشون مقام نبوت رو داشتن، اما این مقام امامتی را که شیعه استدلال میکنند، اینجا چنین مقامی رو حتی خودشون هم معتقد بر این نیستند که اسحاق و یعقوب را در سطح و در مقام حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع قرار بدن. با این که الله متعال باز هم درباره اسحاق و یعقوب در آیه 72 و 73 انبیاء فرمود که من اینها رو وجعلناهم ائمه، همونجوری که برای حضرت ابراهیم در سوره بقره 124 فرمود که من انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام قرار میدم. باز برای فرزند و نوش اسحاق و یعقوب هم فرمود من اینها رو امام قرار میدم. پس بعد اینها رو هم اگر بخوایم از این آیه استدلال بکنیم، اسحاق و یعقوب رو هم تراز ابراهیم بدانیم. بله. اگر واقعا این باشه، یعنی هیچ گونه یعنی مزیتی برای ابراهیم در این زمینه وجود نداره، اصلا جایی برای منت وجود نداره. زمانی که الله متعال حتی به فرزندان ابراهیم علیه السلام این امامت رو داده، خب چرا بر حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع منت میگذارد؟
بدون منت اینو داده به یعقوب و به اسحاق علیهم السلام. در حالی که مثلا ابتلاعاتی که اسحاق داشته هیچ قابل مقایسه نیست با ابتلاعات پدرش یعقوب ابراهیم علیه السلام. پس بنابراین در اینجا بحث امامتی که در اینجا هست به معنی پیشوا، تمام انبیاء الهی پیشوا بودن برای ملت‌های خودشون. امکان ندارد که الله متعال یک نبی را در واقع مبعوث بکند، به رسالت برگزیده بشه اما امام نباشه، به معنی که مقتدا نباشه، اسوه و الگو برای مردم نباشه. و همین مطلب را در اینجا الله متعال در واقع بیان کرده، هم برای ابراهیم علیه السلام که ایشون امام بودن، پیشوا بودن برای موحدان و برای پرهیزگاران، و هم فرزندان ابراهیم مانند اسحاق و یعقوب در واقع امام بودن. و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. پس بنابراین این استدلالی که در اینجا کردند که جایگاه امامت یک جایگاهی هست که بعد از نبوت و بعد از خلیل بودن به ابراهیم رسیده، یک استدلال باطلی هست که حتی با آیاتی که خود امام در اون استدلال کرده هیچ گونه همخوانی در واقع ندارد. و اضافه بر این هیچ کدام از ائمه شیعه به امام به مقام نبوت و به مقام خلت و خلیل بودن در واقع نرسیدند که ما معتقد باشیم که به مقام بالاتر در واقع صعود کرد. خیلی ممنونم. حضرت مولانا اجازه بدید تا اینجای این روایت ساختگی و جعلی اکتفا بکنیم. میان برنامه شما بینندگان عزیز می‌بینیم، برمیگردیم همچنان با بررسی ادامه این روایت جعلی در خدمت شما خواهیم بود. خداوندا تویی پروردگارم، همه از توست یا رب هرچه دارم. اگر عمری به سجده سرگذارم، نگردد شکر یک لطفی برارم. به داد ما ز گمراهی رسیدی و ما را بر هدایت رهنمودی. همه محتاج تو بی نیازی، ندانم از تو دیگر چاره سازی. تو را خوانم که دانم می توانی، و نزدیک تر به من از شهرگانی. فقط عالم تویی از علم غیبی، که ذاتی کامل و بی نقص و عیبی. تویی یکتا ترین یکتای پاکم، گواه ذات تو هر ذره خاکم. همه از هر نژاد و رنگ و دینی، تو را دانند که رب العالمینی. ولی دست نیاز بر غیر آرند، و نام خود مسلمان هم گذارند. بخوانند بر ندا صدها خدا را، ز جمله انبیا و اولیا را. رسولان خود گدای ذات پاکند، ائمه ناتوان در زیر خاکند. ائمه ناتوان در زیر خاکند. اگر عمری ز وی فریاد خوانی، ندارد بر جواب تو توانی. ائمه اسوه‌ای از حق پرستند، که جز یکتای پاک
حاجت نجستند. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. اگر حاجت ز کس جز او نجستی، مبارک بر تو باد یکتا پرستی. مبارک بر تو باد یکتا پرستی. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی باب 73 از کتاب کافی. باب نادرون، جامع، به قول خودشون جامع خرافات دیگه، جز دروغ چیزی نداره. فی فضل الامامتی و صفاته، این عنوان این باب بود و در این باب روایتی رو به دروغ نسبت دادند به امام رضا رحمه الله که ایشون بری هست از آنچه که بهشون نسبت دادن و از این گونه برداشتهای بی اساس و نادرست از آیات کلام الله مجید که هرگز همچین تهمت‌هایی به ساحت پاک اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم نمیچسبه و جز دشمنان اهل بیت کسی دیگری جرئت نمیکنه که همچین دروغ‌هایی رو نسبت بده به اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم، آن امامانی که در فهم آیات کلام الله مجید امام بودن و در قرائت از کلام الله مجید و فهم و درک و عمل به آنچه که در قرآن کریم است. علی کل حال در ادامه این روایت ما همچنان به همراه شما عزیزان این روایت مجعول و ساختگی رو که نسبت داده شده به امام رضا برای اثبات آنچه که شیعه ادعا میکنه امامت ائمه 12گانه خود، برای اثبات اونها همچین روایت هایی رو درست کردن و آیاتی رو اشاره شده بود در این روایت که به بررسی اونها حضرت مولانا پرداختن و ادامه روایت رو از حضرت مولانا بشنویم. حضرت مولانا با سلام مجدد در خدمت شما است. بله، یکی نصف استدلال دیگه نمیدونم بگم که امام رضا یا آقای عبدالعزیز ابن مسلم یا هر کسی که این روایت رو در واقع جعل کرده، ابتدا اومد امامت یا نبوت ابراهیم علیه السلام رو ثابت کرد. ما در این اختلافی نداریم
که حضرت ابراهیم علیه السلام نه تنها نبی بودند بلکه جزء اولوالعزم هستند از انبیا و رسول در واقع. امام هستند به معنی اینکه پیشوا هستند هم برای پیروان خودشون، ملت خودشون در زمان خودشون و هم برای رسول الله و هم برای تمام انسانهای یکتاپرست و موحد. جالبه که حضرت ابراهیم ویژگی که باز داره امام هست برای تمام انبیاء الهی و تمام انبیاء بعد از ایشون هم از نسل ایشونن و حتی ما می‌بینیم که حضرت ابراهیم امام هست، پیشواست در بین دیانت مسیحیت، حتی مسیحیت تحریف شده احترام دارن به سیدنا ابراهیم، یهودیت تحریف شده احترام دارن به سیدنا ابراهیم و اسلام که خب اتباع حقیقی ابراهیم علیه السلام هستند. بله ایشون در واقع صغرا را ذکر کردند، یک صغرا و کبرایی کردند، میخوان یک نتیجه بگیرن. صغرایش این بود که این امامت رو الله متعال داد به ابراهیم علیه السلام. این یک مطلب. اونم بعد از درجاتی که داشت درجه نبوت و خلت. بعد از این اومد و گفت که و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. اینو در ذریه ابراهیم علیه السلام این امامت رو گذاشت. عرض کردم که این با اون جایگاهی که شیعه برای ابراهیم قائل هست و تمام مسلمانان قائل هستند، این جایگاه در واقع اگر معنی امام اون چیزی باشه که شیعه میفهمند در واقع در تضاد هست. نه شیعه این اعتقاد داره و نه اهل سنت. در ادامه میگه که فلم تزل فی ذریته یرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا. این در واقع امامت در ذریه ابراهیم باقی ماند که یک نسلی از نسل دیگر این رو در واقع به ارث می‌بردند. یعنی ما تا اینجا پس امامان دیگری هم ثابت میکنه شه، یعنی یعقوب نه تنها یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، حالا از نسل دیگری همینطور میاد. این امامت رو در واقع از هر نفری بعض عن بعض قرنا فقرنا، یک نفر از نفر قبلی و یک نسل از نسل قبلی رو در واقع به ارث می‌بردند. نهایتی شد حتی ورثها الله تعالی النبی صلی الله علیه و آله، تا این که این میراث به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. جناب مولانا یه سوال ادعا میکنه که میراث از ابراهیم رفت طبق استدلالی که از آیه کرد به اسحاق و یعقوب و بعد رسید به رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله که از نسل یعقوب اسحاق نیست، رسول الله نسل اسماعیل. در این آیه هیچ استنباطی برای اسماعیل نشد. آیه امامت رو برای یعقوب اثبات کرد. بله و برای اسحاق و برای یعقوب که فرزند اسحاقه. بله. و حالا ما میدونیم که یعنی جز از همون شمسه که رسول صلی الله علیه و سلم نسل اسماعیله، اصلا نسل اسحاق نیست. بله. خب این امامت رو چطور الان میگه به پیامبر رسید؟ این اولا یک نکته در این هست که رسول الله این آیه‌ای که در این ایشون استدلال کردن و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، یعنی برمیگرده به انبیاء بنی اسرائیل. بله. به رسول الله صلی الله علیه و سلم بر نمیگرده. چون از نسل اینا نیست. بله ایشون صراحتا در این روایت گفتن، عرض کردم که این دلیل بر جهل کسانی هست که این روایت را جعل کردند و ساختند. به هیچ عنوان امام از این نکات در واقع غافل نیست. اومد اثبات کرد که ابراهیم علیه السلام امام بود و الله متعال امامت را در نسل ابراهیم قرار داد. با دلیل آورد اسحاق و یعقوب. و وهبنا له اسحاق و یعقوب. اسحاق و یعقوب رو در واقع ما به اون بخشیدیم و جعلناهم ائمه، ما اینها رو امام قرار داد. یعنی این که امامت رو به اسحاق و یعقوب در واقع دادیم. خب اسحاق و یعقوب نسلش برمیگرده میره تا به بنی اسرائیل و به حضرت موسی علیه السلام. تمام پیامبران بنی اسرائیل نسل یعقوب هستند، خودش اسرائیل بود. یعنی رسول این استدلال شامل رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیشه. این یک نکته. و نکته دیگری درست است که میراث نبوت رو این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع میتونیم بگیم که اینو بردند. اگر که یعنی بعد از بنی اسرائیل باز رسید به رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع رسید. اما اگر بحث امامتی باشه که آقایون اینو مستثنای از نبوت میدونند و یعنی یک مقام بالاتر و بالاتری از نبوت میدونند، حتی لفظ امام و جایگاه امامت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ثابت نیست. از کجا میخواد چیه ثابت بکنه که پیامبر امامه؟ بله در هیچ جای قرآن نیومده که الله متعال گفته باشند که انی جاعلک للناس اماما که حضرت ابراهیم علیه السلام بوده و در یک جای مثلا گفته باشه که بعد از آن ما محمد را امام قرار دادیم. برای رسالتش، برای نبوتش آیات متعددی در واقع وجود داره. اینو جناب مولانا یک بار دیگه تکرار بکنید، چون شاید بسیار از بیننده ها این پاسخ رو باید برامون حل بشه. این سوال که عرض کردم امامت رسول صلی الله علیه و سلم رو از کدوم آیه قرآن شیعه میخواد اثبات بکنه؟ این استدلال دو تا اشکال داره.
استدلال از این آیه که انی جاعلک للناس اماما با پسوندی که ایشون در واقع دادند که وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و در آخر میگه فلم تزل فی ذریتی یرثها بعض عن بعض. این استدلال دو تا اشکال کلی داره. یکی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نسل یعقوب و اسحاق نیست، اون گونه که این کسی که روایت رو جعل کرده گفت که امامت بعد از ابراهیم به اسحاق و یعقوب در واقع رسیده و رسول الله صلی الله علیه و سلم از نسل این نیست که بعضی از بحث دیگر در واقع به ارث ببرند. رسول الله صلی الله علیه و سلم از ذریه حضرت اسماعیل علیه السلام هست. این یک مطلب. مطلب دیگری، در کجای قرآن کریم ثابت شده که الله متعال مقام امامتی رو که مخصوص ابراهیم بوده و بعد از اون امتحانا به ابراهیم رسیده با لفظ امامت به رسول الله صلی الله علیه و سلم عنایت شده باشه؟ شیعه استدلال کرد که امامت درجه‌ای است که بعد از نبوت و بعد از خلت به ابراهیم رسید. بله. حالا آیا رسول صلی الله علیه و سلم رو شیعه امام میداند یا نه؟ بله. اگر امام میداند دلیل اثبات امامت برای رسول صلی الله علیه و سلم چیست؟ ما چون در قرآن جز رسالت و نبوت چیز دیگری برای حضرت علیه السلام نداریم. یا ایها النبی یا ایها الرسول. بله. هیچ نگفت یا ایها الامام. یعنی اینکه مثل حضرت ابراهیم گفته باشه انی جاعلک للناس اماما، یا که گفته باشه و جعلناک اماما للناس. همچین تعبیری ما نداره برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی برای خود رسول صلی الله علیه و سلم شیعه با اون برداشت و قرائتی که از امامت داره نمیتونه ثابت بکنه همین مقام رو برای رسول صلی الله برای رسول الله. چگونه وقتی که برای خود رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست، اینو چگونه میتونه از رسول الله به کسی دیگر در واقع به ارث برسه؟ اون مقامی رو که برای رسول الله ثابت بوده مقام نبوت بوده. بله. مقام نبوت و مقام پیشوایی بنابر تعبیر و قرائت اهل سنت و الجماعت، نه بر اساس قرائتی که شیعه بنابر این استدلالهایی که در این در واقع روایت جعلی ذکر کرده بودم. اما جالبتر از اینجا یعنی تمام این استدلالهایش هم نوع استدلالش و هم از مستدل بهش در واقع جای اشکال دارند. هیچ گونه دلیلی برای این آقایون در این مورد وجود ندارد. ببینیم از چی استدلال میکند. میگوید که حتی ورثه الله تعالی النبی، این مقام را الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم داد. کجا داده؟ ما چنین چیزی رو نمیدونیم. به مقام نبوت و رسالت رسیدن، اما بحثی از امامت به صورت تصریح لفظ امام برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن نیامده. این یک مطلب. فقال جل و تعالی، الله متعال میفرماد. خب این بحث رو در اینجا میاره، یعنی میخواد استدلال بکنه از این آیه، میخواد استدلال بکنه که امامت را بنابر این دلیل الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده. این دلیل اثبات امامت، دلیل اثبات امامت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. هیچ گونه بحثی از امامت در اینجا نیست. در اینجا میگوید که ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. آیه 68 سوره مبارکه همون در واقع چالشی رو که شیعه گرفتار آن هستند برای اثبات امامت علی از انما ولیکم الله، دقیقاً در اینجا هم هست. در اینجا اومده ان اول الناس به ابراهیم، شایسته ترین انسان به ابراهیم. ان اول الناس، نزدیکترین افراد، شایسته ترین افراد نسبت به ابراهیم چه کسانی هستند؟ للذین اتبعوه، کسانی که از ایشون پیروی کردند در زمان خودشون. للذین اتبعوه، از ایشان پیروی کردند. و هذا النبی، و این پیامبر، و این پیامبر اولاترین انسان هستند به حضرت ابراهیم علیه السلام. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردند. همه کسانی که ایمان آوردند. یک اشکال کلی که شیعه در واقع گرفتار آن هست در تمام آیاتی که از اونها میخواند که استدلال بکنند برای امامت ائمه اثنا عشر، همین والذین آمنوا هست. خب اگر الله متعال واقعا میخواستند که امامت رو ثابت بکنند، خب میگفتن بحث امامت رو میآوردن، استدلال یعنی کلمه امامت رو میآوردن و به جای والذین آمنوا میگفتند و هذا النبی و اهل بیته. راحت تر بود. والذین آمنوا یعنی تمام کسانی که چیکار کردند؟ ایمان آوردند. به کی ایمان آوردند؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. این آیه خیلی صریح و واضحه. شایسته ترین، اولاترین، نزدیکترین انسانها به ابراهیم کسانی هستند که از ابراهیم پیروی کردند.
در زمان خود حضرت ابراهیم و هذا النبی و این پیامبر که در واقع الله متعال دستور داده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم را که از ابراهیم اطاعت بکند والذین آمنوا و آن کسانی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند والله ولی المؤمنین الله ولی مؤمنان هست. حالا حضرت مولانا اگر اجازه بدید این تصویر رو چون بینندگان عزیز هم میبینم احمد جان اگر از اول صفحه آیه 64 رو نشون بدید 64 65 رو ما در این صفحه آیه 64 همین صفحه وقتی که این آیه که الان استدلال کرده این کسی که روایت رو جر کرده در آیه 64 الله تعالی میفرماید که قل یا اهل الکتاب بحث سر اهل کتاب خطاب به اهل کتاب مسیحیان و یهودیان. در ابتدای آیه 65 باز یا اهل الکتاب داریم آیه 65 یا اهل الکتاب لم تحجون فی ابراهیم آیه 65 رو با هم ببینیم یا اهل الکتاب لم تحجون فی ابراهیم. اینجا الله تعالی خطاب به اهل کتاب میگه شما چرا جدل میکنید درباره ابراهیم و ما انزلت التوراة و الانجیل الا من بعد در حالی که تورات و انجیل بعد از اون نازل شده. چون اهل کتاب یهودیان و مسیحیان میگفتن که یکی میگفت ابراهیم یهودی بوده یکی گفت ابراهیم مسیحی بوده و این مبحث از اینجا آغاز میشه تا میرسه در آیه 67 در همین صفحه که صراحتا الله تعالی میفرماید ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم نه یهودی بوده نه نصرانی بوده و پیرو توحید بوده و مسلمانی که پیرو تسلیم شده توحید بوده و دور از شرک و از مشرکین نبوده. و در آیه 68 الان استاد اینی که استدلال کرد اینجا بحث این که شایسته ترین و پیرو حقیقی ابراهیم کیست؟ پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم و مؤمنین و مسلمان ها هستند. نه شما یهودی ها هستید نه شما نصرانی ها هستید. و باز در آیه بعدم 69 باز میفهمد بعد طائفه من اهل الکتاب یک دوست دارن طایفی از اهل کتاب لو یضلونکم که شما را اگر بتونن گمراه بکنن و نمیتونن جز خودشون رو گمراه بکنن در حالی که نمیدونن. و باز در آیه 70 باز یا اهل کتاب داریم. یعنی اصلا استاد از سیاق و سباق آیه هم مشخص است که این آیه درباره اهل کتاب است و بحث بین مسلمانان و مسیحیان و یهودیان که میگفتن ابراهیم مال ماست. بله. همون ابراهیمی که امام است برای اونا هم امام هست. بله. الله تعالی فرمود تا وقتی شما میتونید ادعا بکنید که ابراهیم مال شماست که شما پیرو ابراهیم باشید. پیرو ابراهیم پیامبر صلی الله علیه و سلم است و مؤمنینش. حالا این استنباط کرده برای دقیقاً عرض کردم امامت قرائتشه. این نوع استدلال از این آیه دلالت بر جهل کسی هست که این روایت رو جعل کرده و ساخته. اگر این جاهل این روایت آیات قبل و آیات بعدش رو نگاه میکرد هیچ اونان چون این استدلالی رو نمیکرد. اما مشکل شیعه اساساً راویان شیعه و امروزه علمای شیعه و کسانی که نظریه پرداز مذهب اثناعشری هستند و مسئله امامت هستند و این رو میخوان تبلیغ بکنند فقط باید این گونه باشند. با این روش باید بکار یعنی این روش رو به کار بگیرند. قطع و برید بکنند. حتما آیات را ناقص باید نگاه بکنند. اگر اول آیه و آخر آیه رو نگاه بکنند استدلالشون باطل میشه. اگر سباق و سیاق آیات رو نگاه بکنند استدلالشون باطل میشه. خب اگر یک انسان شیعی رو که از قرآن اطلاع نداره بهش میگن که بله الله متعال در این قرآن گفته در این آیه گفته ان اول الناس به ابراهیم اون کسانی شایسته تر به جانشینی ابراهیم هستند که از اون پیروی کرده باشند للذین اتبعوه و هذا النبی و این پیامبر یعنی رسول الله والذین آمنوا و اهل بیتش یعنی مقام امامت به رسول الله رسیده و از رسول الله به اهل بیت رسول الله رسیده. خب یک کسی که چشم خودش رو از ما قبل و ما بعد این آیات ببنده شاید این در واقع توجیه رو باور بکنه. اگر انسانی باشه که اطلاعات دینی نداشته باشه باور میکنه. اما این آیه اصلا برای چی نازل شده؟ بحث برای چی بوده؟ بحث امامت بوده؟ بحث امامت نبوده. بحث این بوده که یهود ادعا میکردند که پیروان واقعی ابراهیم ما هستیم. نصرانی ها میگفتند که نه پیروان واقعی ابراهیم ما هستیم. الله متعال اومده و این دعوا رو در میان اونها در واقع فیصله کرده که یا اهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم شما چرا خودتون به ابراهیم چسبوندید؟ چرا ابراهیم رو شما یهودی و نصرانی معرفی میکنید؟ و ما انزلت التوراة و الانجیل الا من بعد. یهودی بودن نصرانی بودن یک چیزی هست که بعدها به وجود آمده. اصلا تورات و انجیل اصلا وجود نداشته در زمان ابراهیم که ابراهیم و شما بگید که پیرو تورات بوده یا پیرو انجیل بوده. بعداً این در واقع نازل شده. یعنی استدلال بسیار قوی هست. شما نمیتونید خودتون رو به ابراهیم در واقع علیه السلام نسبت بدهید زیرا که تورات و انجیل بعد از ابراهیم نازل شدن. ابراهیم نه یهودی بوده و نه نصرانی بوده. خب نزدیکترین انسانها و پیروان واقعی ابراهیم کی هست؟
الله متعال در اینجا میفرماید نه شما یهود پیروان ابراهیم هستید اون گونه که شاید و باید و نه نصارا. ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین انسانها و پیروان واقعی ابراهیم چه کسانی هستند؟ الذین اتبعوه، کسانی که پیروش بودن در زمان خودش، در واقع پیروی کردند از ابراهیم. و هذا النبی، و این پیامبر همه پیروی حضرت ابراهیم علیه السلام، نه شما، نه یهود و نصارا. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردند به این پیامبر. یعنی این پیامبر و مؤمنان، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان در واقع چیکار هستند؟ پیروان واقعی حضرت ابراهیم علیه السلام هستند. والله ولی المؤمنین، و الله ولی مؤمنان هست. این یک نکته. پس بنابراین در اینجا به این نتیجه رسیدیم که اولا رسول الله چندین اشکالی که در اینجا وجود داشته. اولا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم از نسل یعقوب ابراهیم، یعقوب اسحاق در واقع نیست که شما بخواهید که این امامت از ابراهیم خارج شده به یعقوب و اسحاق در واقع رسیده و بعد نهایتا به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیده باشد. این از نسل یعقوب اسحاق نیست، از نسل یعقوب اسحاق در واقع نیست که از این طریق به رسول الله صلی الله علیه وسلم این امامتی که شما بالفرض که ما قبول بکنیم که امامت هست. این گفتید که نسل به نسل منتقل شده، مثل امامتی که خودشون نسل به نسل منتقل کردن. بله. از کجا مسیرش تغییر پیدا کرد؟ این از یعقوب و اسحاق از کجا مسیرش برگشت دوباره به رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ بنابر این چیزی که ذریه در ذریهشون بوده قرنن فقرنن، این تطبیق نمیکنه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون اصلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه زندگی، یعنی اسماعیل که منتقل شد به مکه زندگی کرد، همونجا مون در جزیره العرب بود و ما میدونیم که بنی اسرائیل در شام بودن و اصلا هیچ ارتباط بین اینها و اونها نبود. مطلب دوم که این وراثت امامت در هیچ جای قرآن برای رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده. اشکال دیگری که در این استدلال هست، این استدلال و این آیه ان اول الناس به ابراهیم اصلا در مورد امامت نیست. اول الناس در اینجا به معنی امام نیست، به معنی جانشین نیست، بلکه با توجه به آیات قبلی یعنی انتساب به ابراهیم هست. شایسته ترین افراد کسانی که پیرو به حضرت ابراهیم هستند. این ادعا، این پیروی در واقع با ادعا نیست. اون کسانی که قرآن کریم ادعای یهود و نصارا را که ما پیروان ابراهیم هستیم یا این که ابراهیم یهودی یا نصرانی بوده اونو در واقع رد کرده و در آخر گفته که نزدیکترین انسان ها به ابراهیم کسانی هستند که از ایشون پیروی کردند و هذا النبی، و این پیامبر پیرو واقعی ابراهیم هست، و الذین آمنوا، و کسانی که در واقع ایمان آوردند. هیچ گونه ارتباطی برای اثبات امامت و برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارد. این یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا بالفرض ما قبول بکنیم که این در اینجا بحث امامته. بالفرض ما چشمون میبندیم از تمام این مواردی که عرض کردیم، ما چشم بسته میگه بله شیعه درست میگه که ان اول الناس به ابراهیم، یا اینکه آقای امام رضا در اینجا درست میگه که ان اول الناس به ابراهیم. با توجه به این آیه الله متعال امامت را به رسول الله داد و از رسول الله بعد از رسول الله به کی برسد؟ به اولاد ابراهیم باید برسه، نسل در نسل باید به اولاد ابراهیم برسه. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. نسل به نسل در اولاد ابراهیم علیه السلام باشه. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم الان بگذاریم از اون نظریه شیعه. قطع نظر شیعه معتقد هست که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم خلافت بگیم یا امامت بگیم، جانشینی رسول الله بگیم، غصب شد. اون گونه که خدا و رسول میخواستند اون گونه نشد، غصب شد. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر و عمر و عثمان در واقع روی کار اومدن. خب ما همین استدلال میکنیم، میگیم بله این آیه دلیل بر امامت ابوبکر و عمر و عثمان است. امام ابوبکر و امام عمر و امام عثمان، زیرا که ابوبکر و عمر و عثمان از نسل کی بودند؟ از نسل ابراهیم بودن. از نسل ابراهیم بودن. اون از قریش بودن و قریش که از طوایفی که آخرش میرسه به رسول الله، یعنی از خود قبیله قریش بودن، نزدیکان رسول الله که در هر یک از اونها. عثمان در نسل پنجم میرسه به رسول صلی الله علیه و آله. عمر همینجوری در همین نزدیکان میرسن، یعنی 5 6 نسل بالاتر همه از یک نسل، از یک پدرن، از اولاد ابراهیم علیه السلام هستن و از یک نسب در واقع میرسن به حضرت ابراهیم علیه السلام. اگر این دلیل بر امامت باشه، دلیل بر امامت ابوبکر و عمر و عثمان و در مرحله چهارم حضرت علی رضی الله تعالی عنه. حد کدوم رو قبول بکنند ما خب قبول داریم این حرف رو. اولا که بحث امامت نیست،
هیچ ارتباطی به امامت در واقع نداره با تصریح آیات قرآن. چند آیه را جلوتر از این بخوانید میدونید که بحث امامت در اینجا مطرح نیست و این استدلالی که امام رضا کرده استدلال باطلی هست. یه به تعبیر درست‌تر بگم نسبت دادن به امام رضا یک نسبت باطلی هست و این روایت در واقع جعلی هست. بالفرض این که اگر این آیه و این استدلال درست باشه و آیه در مورد امامت باشه، این به معنی اثبات امامت ابوبکر و عمر و عثمان هست در مرحله اول و از یک مقطع زمانی زودتر از امامت حضرت علی و بعد از آن میرسد به حضرت علی رضی الله تعالی عنه، چون همه نسل ابراهیم علیه السلام از نسل ابراهیم علیه السلام هستن. اما در اینجا که میگه فکانت له، در ادامه میگه فکانت له خاصه، این مقام خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. به چه دلیلی؟ به هیچ دلیلی، دلیل وجود نداره. آیه میگه که این مقام خاص رسول الله نیست. همون کسانی که پیرو ابراهیم بودند اونا هم باید امام باشند و هم این پیامبر و هم کسانی که ایمان آوردند. والذین آمنو همه کسانی که ایمان آوردند. اگر بحث امامت همه باید ایمان یعنی امام باشند، من جمله ابوبکر و عمر و عثمان. اگر بحث امامت نیست خب حرفی اصلا در اینجا وجود نداره. اصلا بحث امامت نیست، بحث اتباع و در واقع پیروی هست. نزدیکترین کسان یعنی پیروان حقیقی و مصداق پیروان حقیقی حضرت ابراهیم علیه السلام یهود و نصارا نیستند. کسانی هست که در زمان خود ابراهیم پیرویشان بودند، جز ملتش بودند، جز اصحاب و یارانش بودند و بعد در این زمان بله حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم والذین آمنو و کسانی که در واقع ایمان آوردند. در اینجا ادعا میکنه فکانت له خاصه، هیچ گونه دلیلی هم در واقع ادعای کاملا بدون دلیلی هست که این مقام امامت خاص رسول الله. عرض کردم اصلا مقام امامت در قرآن برای رسول الله به این تعبیر ثابت نیست، چه برسه تا اینکه این خاص رسول الله بده. اصلا خود اصل امامت با قرائتشیه برای رسول صلی الله علیه و سلم ثابت نمیشه. عرض کردم که ثابت در واقع نیست. فکانت له خاصه فقلدها صلی الله علیه و آله علیا، این مقام رو داد به علی. خب ما هم دنبال همین هستیم. اگر این ثابت میشد که این مقام رو رسول الله به علی دادند خب بحثی نبود. اما برای این که ثابت بکنه که این مقام رو رسول الله صلی الله علیه و سلم به علی داده و بعد از علی به بقیه فرزندانش رسیده، استدلال از یک آیه دیگری میکنه که این هم نشانه جهل راوی این حدیث یا اون کسی است که این روایت رو در واقع چیکار کرده؟ جعل کرده. ایشون در ادامه میگه که به امر الله تعالی علی ما رسم ما فرض الله، علی رسم ما فرض الله، یعنی الله متعال این جایگاه را دادن به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به امر الله تعالی، به دستور الله متعال، علی رسم ما فرض الله، بر اساس همون چیزی که الله متعال اونو فرض کرده بود. از رسول الله منتقل شد به علی. فصارت فی ذریته، از ذریه ابراهیم رسید به رسول الله، از رسول الله رسید به علی و از علی رسید در ذریه حضرت علی رضی الله تعالی عنه. فصارت فی ذریته الاصفیاء الذین آتاهم الله العلم والایمان، اون کسانی رو که الله متعال به اونها علم و ایمان رو در واقع عنایت کرده باشه. به چه دلیل؟ بقوله تعالی. این نکته خیلی در اینجا قابل تعامل. این حرفی رو که در اینجا زده دلیلش چی هست؟ میگه بقوله تعالی، الله متعال این مقام را بر رسم و بر روش اون چیزی که الله متعال فرض قرار داده بود، فصارت فی ذریتی، در ذریه علی قرار گرفت. اون کسانی که جز اصفیا بودند، برگزیدگان. کدوم کسانی؟ اون کسانی که به اونها الله متعال علم و ایمان داده بود. به چه دلیلی این حرف رو میزنید؟ میگه بقوله تعالی، با استدلال از این آیه که الله متعال میفرماید وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. وقال الذين اوتوا العلم والایمان، خب این میگه که یعنی اون کسانی که علم و ایمان به اونها داده شده بود. یعنی این استدلال میخواد بگه که این بحث امامت تا روز قیامت در نسل علی باقی ماند. استدلال از این آیه این هست، میخواد این حرف رو بزنه که این وراثت امامت که در نسل علی بود در نسل ایشون باقی ماند تا روز قیامت. به چه دلیل؟ به اون کسانی داده شده بود که الله متعال به اونها علم و ایمان داده. به چه دلیل؟ به دلیل این آیه وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، شما در روز قیامت در کتاب الهی ماندید، یعنی در علم الهی در کتاب الهی شما تا روز قیامت امام قرار گرفتید.
میخواد این مطلب رو در اینجا به بیننده و به خواننده کتاب خودش در واقع منتقل بکنه. اما وقتی که آیات قبل و بعد این آیه رو ما نگاه بکنیم در سوره روم، میبینیم که این استدلال واقعا ناشیانه هست و هیچ گونه ارتباطی به اهل بیت رسول الله، به علی و به فرزندانش در واقع ندارد و هیچ گونه ارتباطی به بحث امامت هم ندارد. مثل آیه 68 که از آل عمران استناد کرد. بله، استدلال کاملا بیجای هست. الله متعال در این آیه و در آیه قبلش الله متعال و قال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى یوم البعث در سوره روم در آیه 56 هست و در ادامه این آیه الله متعال میبینیم که یک مطلبی رو در قبل از این آیه الله متعال یک مطلبی رو در اینجا میفرماد که یعنی این استدلال جعلی رو در واقع کاملا برای ما مشخص میکند که در واقع این گونه نیست. در اینجا الله متعال اگر دوستان این آیه رو نمایش بدن، از روی مصحف الکترونی دارن نشان میدن استاد. بله. در اینجا بله آیه 55 رو آیه 56 این است که میگه وقال الذين اوتوا العلم والایمان، محل شاهدشه، وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ببینید در اینجا یعنی این آیه را به صورت کامل هم نیاورده. اگر این آیه را به صورت کامل می آورد باز هم مشخص میشد که آیه یک چیزی دیگر میگه، امام رضا یا این جاهل حدیث یک چیز دیگری را استدلال کرده. تا اینجا ذکر کرده وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، یعنی میخواد بگه که شما تا روز قیامت در واقع در نسل حضرت علی رضی الله تعالی عنه در اینجا باقی مونده، در صورتی که این آیه در مورد روز قیامت هست، در روز قیامت هست و در زمانی که در واقع کافران یعنی میگفتند ما در زمین فرصت چندانی رو نداشتیم و یعنی زیاد نموندیم در زمین که مسلمان بشیم و ایمان بیاریم. این رو صراحتا الله متعال میفرماید و یوم تقوم الساعه، و روزی که قیامت و روزی که قیامت در واقع برپا می شود، یقسم المجرمون، مجرمان قسم میخورند. مجرمان یعنی تمام گناهکاران یا انسانهای کافر قسم میخورند که برچی ما لبثوا غیر ساعه، میگه ما در دنیا فقط یک ساعت بیشتر که نبودیم، یعنی فرصت کافی در دنیا نداشتیم، خیلی اندک بودیم. کذالک کانوا یؤفکون، این ادعای باطل و دروغی هست در واقع دادن. و قال الذين اوتوا العلم والایمان، کسانی که به اونا علم و ایمان داده شده بود، تمام کسانی که دارای علم بودند، تمام کسانی که از قرآن در واقع اطلاع داشتند، هیچ گونه اختصاصی به ائمه اهل بیت و به فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه ندارد. اونها در مقابل آن مجرمان در روز قیامت چی میگن؟ لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعث، شما در تقدیر الهی در دنیا مانده بودید تا روز بعث. تا روز قیامت زندگی کردید. تا روز قیامت شما، یعنی قبل از قیامت شما در واقع در دنیا بودید. فهذا یوم البعث، این همون روز بعثه، این همون روز برانگیخته هست، این روز همون حساب و کتابی هست که شما قبل از این انکار میکردید. شما میگفتید که زندگانی بعد از مرگ وجود نداره. این همون روزی هست که شما اونو در واقع انکار میکردید. ولکنکم کنتم لا تعلمون، اما شما این مطلب رو در واقع نمیدونستید. فهی فی ولد علی خاصتا الی یوم القیامه، این آیه کجایش بحث امامت هست که الله متعال با استدلال از این آیه و با این توسط این آیه این در واقع امامت را تا روز قیامت در نسل حضرت علی رضی الله تعالی عنه قرار داده باشه. جناب حضرت مولانا یه لحظه ببخشید نمیدونم بخندم گریه کنم. قرآن میفرماید در آیه 137 سوره مبارکه بقره فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر ایمانی به مانند ایمان شما صحابه، یعنی آمنتم خطابه دیگه، وقتی قرآن پیامبر میخوند برای کی میخوند؟ برای ابوبکر، عمر، عثمان، حیدر میخونده. اگر ایمانی به مانند ایمان شما صحابه بیاورن هدایت شدن. آیه با این صراحت، با این وضوح میفرماید والسابقون الاولون من المهاجرین، اسمم میگیره مهاجرین، انصار، والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات، آخر آیه در آیه 100 توبه. با این صراحت الله تعالی از تمام مهاجرین، از تمام انصار، از تمام کسانی که پیرو اونها باشند در ایمان، بلکه ملاک ایمان اینها ملاک ایمان دیگر در آیه 137 قرار گرفته بود از بقره. این آیه به این صراحت. در آیه 17 سوره فتح میفرماد لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، یک اسم یک درختی رو میگیره، یک عده زیر درختی بیعت کردن. الله میفرماد از اینها من اعلان رضایت کردم، یک حادثه تاریخی مشخص و معلومه.
فعلم ما فی قلوبهم، از قلب‌هاشون هم خبر داشتم، به نوع وعده پیروزی و فتح داد. این آیات رو وقتی ما میخونیم 100 تا تعویل و کج و راست و این ور و اون ور میکنن. این آیات با این صراحت رو که فضیلت صحابه رو انکار میکنن. بعد برای اثبات آنچه که خودشون ادعا میکنن و هیچ وجودی در قرآن نداره، این آیه رو اومدن استدلال میکنن. آیه که روز قیامت یک عده از مؤمنین به کفار میگن، اینا که منکر میشن که ما یک لحظه کوچکی بودیم، میگن شما تا قیامت زنده بودید. این دلیل بر اثبات این هست. شما که به ما رو مسخره میکردید که قیامتی نیست، این همون قیامتی هست، همون بحثی هست که شما مسخره میکردید، قبول نمیکردید. شما قبل از این در دنیا بودید، فرصت داشتید که ایمان بیاورید به روز بحث و روز حساب و کتاب و قیامت، اما ایمان نیاوردید. آیا این استدلال شایسته یک امام معصوم هست؟ بیچ عنوان عرض کردم که اگر شیعه دو گزینه بیشتر ندارند، یا اعتراف بکند که این روایات جعلی مقام امامت رو در واقع حفظ بکنند. خب اگر حیثیت و آبروی امام حفظ بشه. خب اگر بخوان که انکار بکنن این روایت رو، که بخوان به خیال خودشون آبروی امام رو حفظ بکنن، خب از کجا امام ثابت کنن که باز آبروی بخوان براش حفظ کنن؟ دیگه لازمش این است باید برگردن به قرآن. اون خب چیزی رو که توی قرآن که هیچ دلیلی نیست. این دلایلشون، این روایت ها هم که در قوی ترین دلایل اثبات امامت هست، اگر بخوان انکار بکنن خود امام رو باید از کجا ثابتش کنن؟ خب این یعنی چیزی باقی نمیمونه جز ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها. باید بازگردن به عقیده اهل سنت و الجماعت که هیچ گونه غموزی و هیچ گونه در واقع کجی و انحرافی در واقع در اون نیست. استدلال از آیات قرآن بسیار صاف، بسیار شفاف، بدون هیچ گونه این که قطع و برید بکنن آیات را، مانند شیعه در واقع نیستن. اما اگر بخواند که اصرار داشته باشند بر این امامت جعلی که خودشون جعل کردن، مجبورند که یا یعنی مقام ائمه رو زیر سوال ببرند، جهل و نادانی رو برای ائمه خودشون ثابت بکنند، یا اینکه ادعا بکنند و ثابت بکنند، یا اینکه اعتراف بکنند که بله این روایات رو متاسفانه برخی از انسان‌هایی که ضد دین بودن، ضد اسلام و رسول الله و اهل بیت بودن، این روایات رو جعل کردن و نسبت دادن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا اینکه به نام اهل بیت و به نام دین و به نام استدلال از قرآن مردم را از راه و روش قرآن و سنت و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم متاسفانه منحرف بکنند. خیلی ممنونم حضرت مولانا. فکر کنم روایت همچنان ادامه داره. این حکایت این مثنوی همچنان طولانی است. اجازه بدید به امروز شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما خواهیم بود با این باب چی بود اسمش؟ نادرون. باب نادرون، واقعا هم باب نادری است. اگر همچین خزعبلاتی در هر کتاب دیگری یافتید ما جایزه میدیم به شما. و همچین اهانت های متاسفانه به امامان بزرگوار اهل بیت که انقدر اونها رو غافل از قرآن و بیخبر از قرآن به تصویر بکشه. امامی که یعنی هر کسی که فقط به مجرد اینکه یک بار خونده باشه قرآن کریم رو و لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علی عبدالله. الله اکبر، الله اکبر. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مدام حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از آلت شما زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. مادر محمد از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. من بخیر هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادر محمود اسمه. آقای انصاری از افغانستان مزاحم میشم. سلام، من هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه.
بله سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان. همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه امروز در موضوع روایتی که در باب 73 از کتاب کافی ذکر گردید در اثبات آنچه که ادعا میشد فضایل امامت هست و خود روایت امامت و آنچه که به امام رضا نسبت داده شد. تماس‌های تلفنی شما عزیزان رو خواهیم داشت. اگر کسی از شما بینندگان عزیز علاقه به تماس گرفتن دارد و مشارکت در موضوع با این شماره میتونید تماس بگیرید و تماس‌های شما رو خواهیم داشت برای مشارکت در آنچه که در برنامه امروز مطرح گردید در روایتی که به امام رضا نسبت داده شده بود و آنچه که به نقل از امام رضا برای اثبات درجه امامت مطرح شد. اولین تماس بیننده امروز با هم میگیریم. سلام علیکم. سلام بیننده گرامی و سارق بفرمایید. خودتون معرفی میکنید؟ سلام علیکم و من یطع رسوله فی ولایت آقای سلام اجازه میدید من جواب سلام شما رو بدم؟ و علیکم السلام. من اجازه بدید منم جواب سلام شما رو بدم آقای حسینی. سلام بر شما. آقای حسینی. خیلی ممنون. آقای حسینی اجازه بفرمایید من اول سوالی مطرح کنم خدمت شما، بعد انشالله با شما صحبت خواهیم کرد در موضوع. آنچه که در این روایت مطرح شد و نسبت داده شد به خود امام رضا، آیا شما قبول دارید که این روایت از قول امام رضا باشه؟ بله روایت کاملا صحیحه. یعنی آنچه که مطرح شد، آنچه که اجازه بفرمایید من سوال ما منعقد بشه بعد پاسخ شما رو خواهیم شنید. آقای حسینی شما اگر کتاب سابقون اولون رو بخوانید این سوالات شما مشخص میشه. جناب آقای حسینی جناب آقای حسینی خب جناب آقای حسینی پس آنچه که شما معتقد هستید که این روایتی که مطرح شد با این شکل استدلال به آیات که به هر حال شرحش گذشت اینها مال امام رضاست. سوال دومم رو میپرسم از شما چون میخوام سریعتر به نتیجه برسیم که بینندگان دیگری هم شاید تماس بگیرن پشت خط هستن. شما اگر بخواید به عنوان یک شیعه و معتقد به درجه امامت با اون تفسیری که شما دارید برای رسول صلی الله علیه و سلم از قرآن کریم استنباط بکنید درجه امامت رو، چه دلیلی دارید که اثبات بکنید پیامبر رو برای پیامبر درجه امامت رو، اون درجه امامتی که شما اون رو بالاتر از نبوت میدانید؟ بله همین آیه که الان شما خودتون خوندین که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا و هذا النبی، پیامبر از نسل ابراهیم امام یهود و نصارا پیامبر ما، امامان ما مبین شریعت محمد است و ابراهیم است. اینها چیزی از خودشون ندارن بلکه و چطور میشه پیامبر که فرمود هر چه در امت موسی بوده در امت من هم هست، در امت موسی ائمه یهدون فامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون بوده، اما در امت محمد نباشه. این آیات خب من میگم که این کسی که آقای حسینی عزیز، آقای حسینی آنچه که شما میفهمید من میگم در امت رسول صلی الله علیه و سلم هم بوده، ابوبکر بوده، عمر بوده. شما چه دلیلی دارید که این رو خاص میکنید؟ شما چه دلیلی دارید که این رو خاص کردید برای علی و اهل بیت علی رضی الله عنهم اجمعین؟ خدا پدر مادرتون بیامرزه. از قرآن مصداق اون مختلفه، مصداق امامان مختلفه. ما میگیم امام عادل و من عند الله و هادی الی صراط مستقیم باشه بهتره امام جائر و امامت. آقای حسینی عزیز شکی در این نیست که امام عادل باشه، امام باید هر چقدر صفات محسنش بهتر باشه اولاتر هست. سوال من یک سوال دیگه از شما دارم، آیا این امامتی که شما ادعا میکنید که باید عادل باشه و این گونه صفات رو بهش میدید یک درجه کسبی است یا وهبی است؟ وهبی است. ببینید امامان بعد از ابراهیم پله میریم، پله بریم. آقای حسینی امامان ما که پیرو شریعت محمد هستن صلی الله علیه و سلم. آقای حسینی شما فرمودید امامت یک درجه وهبی است، قبول؟ بله. خب در آیه 74 سوره فرقان الله تعالی فرمود که عباد الرحمن دعا میکنن که به ما رو اجازه بدید سوال کامل بشه. شاید شما بدونید سوال چیه اما خب بینندگان متوجه بشن که منظور من چیست. الله تعالی فرمود که عباد الرحمن یکی از دعاهاشون این هست که میفرمایند
که وجعلنا للمتقین اماما، ما رو برای متقین امام قرار بده. الان این به نظر میاد که این درجه امامت کسبی است، چون من نوعی، من سلیمانی رو الله متعال از من میخواد که جز عباد الرحمن خودم رو قرار بدم و متصف به اون صفات بشم و یکی از این صفات اینه که از الله تعالی بخوام من رو برای متقین امام قرار بده. چگونه الله تعالی درجه ای رو که وهبی هست و کسی حق نداره طلب بکنه تا خودش بده به کسی، از ما خواسته که ازش طلب بکنیم. آیا من میتونم بگم خدا منو پیامبر قرار بده؟ شما اجازه بدین من جواب همین سوال رو بدم. عباد الرحمن مثل نورهی که رجال فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها. این بخش نه، من بحث ما آقای حسینی عزیز، آقای حسینی، بحث رو به حاشیه نبرید، خواهش میکنم. من المتقین اماما، نه وجعلنا للمتقین اماما. یعنی این آیه تحریف شده؟ این آیه تحریف شده؟ آیه تحریف شده یا اصلش چی بوده؟ اصلش چی بوده؟ اصل این آیه چی بوده؟ وجعلنا من المتقین اماما. وجعل لنا من المتقین اماما. خب من با شما تا این لحظه میام. شما از کجا ثابت میکنید که این آیه تحریف شده؟ در کدوم نسخه، در کدوم روایت اومده که این که آیه قرآن کریم که ما تمام مسلمانان دنیا الان نسخه‌ای که دست ماست از این میخونیم، شما میگید این آیه تحریف شده؟ خب از کجا این رو اثبات کردید که این آیه تحریف شده؟ در اصل بوده وجعل لنا للمتقین اماما. اگر این گونه باشه، من هر کسی میتونه بیاد هر آیه رو که دلش بخواد بگه اصلش اینطور بوده، اصلش اونطور بوده. دلیل چیست؟ خب امام صادق قسم میخوره که آیه اینجوری بوده للقاسین به ولایت علی لیس له دافع. باز برگشتیم سر اصل اول. خب آقای حسینی، من تشکر میکنم از شما. آقای حسینی عزیز، آقای حسینی اجازه بدید برادر کوچکترتون یه صحبتی داشته باشه. اجازه بدید. ببینید من و شما الان هیچ مرجع مورد اعتماد طرفین نداریم که بخوایم بر مبنای اون با هم صحبت بکنیم. برای من این کتاب قرآن حجت هست، اما برای شما حجت نیست. الان هیچ وجه مشترکی در مباحثه بین من و شما باقی نموند. شما نه به قرآن من اعتقاد دارید، نه به کتب روایی من اعتقاد دارید و به هیچ کدوم از اینا پایبند نیستید. من چطور میتونم با شما بحث بکنم در هیچ کدوم اصل، کدوم ضابطه؟ یک چیز مشترکی باید بین من و شما باشه که اون رو به عنوان اصل بپذیریم، بر مبنای اون صحبت بکنیم. وقتی شما قرآن رو قبول ندارید، من چطور میتونم با شما صحبت بکنم؟ بر چه مبنایی؟ از چی دلیل بیارم؟ به طریق قول روایت‌های اهل سنت رو قبول ندارید، من هم خب روایت‌های شما رو قبول ندارم. آنچه که میتونست من و شما رو جمع بکنه در یک بحث دینی و اعتقادی قرآنه و اینو وقتی شما زیر سوال میبرید، من دیگه صحبتی با شما نمیمونه. من تشکر میکنم از شما و متشکرم از شما. متشکرم. ما دیگه تموم شد. نه آقای حسینی، نشد. آقای حسینی من با شما سر یک موضوع فقط میتونم صحبت بکنم، قرآن کریم. غیر از قرآن من با شما هیچ صحبتی ندارم. تا وقتی شما این قرآن رو به عنوان کتاب الله تعالی بدون تحریف بپذیرید، من و شما یک وجه مشترک داریم که هر دو تا معتقدیم این کتاب الله تعالی است بدون تحریف و میتونیم بر مبنای این بیایم با هم صحبت بکنیم، چون یک اصلی داریم که بر مبنای اون بیایم تفاهم کنیم. اما وقتی شما قبولش ندارید، من دیگه نمیتونم با شما صحبتی بکنم. من با یک مثل اینه که من بیام با یک یهودی و مسیحی بشینم صحبت بکنم، من تورات تحریف شده اون رو قبول ندارم، اون هم قرآن من رو کتاب آسمانی نمیدونه. من و اون چطور میتونیم با هم جمع بشیم؟ من و شما دقیقاً حکایتمون الان همین شده. حکایت من و شما و هر کسی که معتقد به تحریف قرآن، حکایت من با یک مسیحی و یهودی. فرقش چیه؟ اون کتاب منو قبول نداره، منم کتاب تحریف شده اون رو قبول ندارم. تشکر میکنم از شما. من متشکرم از آقای حسینی. خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید. نمیشه آقای حسینی، با این وضعیت نمیشه صحبت رو ادامه داد. وقتی که شما میگید قرآن رو قبول ندارید، من شما رو مسلمان نمیدونم، شما منو مسلمان نمیدونید. این تعارفات و مجاملات رو بگذاریم کنار. شما الان با این اعتقاد اصلا اعتقادی ندارید که من مسلمانم و این کتاب من رو قبول ندارید، اصلا قرآن رو قبول ندارید. و من هم اگه شما این اعتقاد شما باشه، شما رو مسلمان نمیدونم. پس دیگه بحثی نمونده. سر چی بحث کنیم با؟ شما اعتقادی به پیامبر و خدای ما ندارید، منم اعتقادی به آنچه که شما اعتقاد دارید ندارم. باشه چی صحبت کنیم؟ اصلا چرا بحث بکنیم؟ بیننده بعدی رو میگیم. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی خودتون معرفی میکنید؟ ما محی الدین از تاجیکستان. برادر محی الدین از تاجیکستان. خوش آمدید برادر. نظر شما درباره آنچه که در برنامه مطرح شد چیست؟
نظر با اینکه خدا شما را هدایت بکنه که خیلی در راه ضوابط رفتیم. آمین آمین. و یک سوال دیگه داشتم که من یک سوالی خیلی سوال دارم، میخوام بعد از برنامه با شما تماس بگیرم. شما بعد از برنامه اگر تماس بگیرید ان شاء الله باز بحث خواهم کرد. خیلی سوال مهمه. بعد از برنامه ایش. اگر خارج از موضوع برنامه است اجازه بدید بعد از برنامه مطرح بشه. متشکرم از خارج از بله. متشکرم از خدا خدا نگهدار شما. بیننده بعدی سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون معرفی میکنید؟ من صفاری هستم از جرقش. مقداری بلندتر صحبت کنید، یک بار دیگه من متوجه اسم شما نشدم متاسفانه. حمزه هستم. حمزه جان. آقا حمزه، نظر شما درباره آنچه که مطرح کردی چیست؟ در مورد تعریف قرآن میگه نه؟ درباره این روایت، آیا این روایتی که مطرح شد و جناب مولانا نصفش رو دادن بررسی کردن، آیا این رو شما کلام امام رضا میدونید؟ نه. صدای منو دارید؟ آقا حمزه، صدای تلویزیونتون رو ببندید لطفاً. با تلفن صحبت کنید. تماسشون قطع شد. من خواهش من از شما بینندگان عزیز این هست که به مجرد اینکه تماستون با ما بحث شد صدای تلویزیونتون رو قطع کنید، چون صدا از طریق تلویزیون چند ثانیه‌ای با تأخیر سراغ شما میاد. سلام علیکم بیننده بعدی. برنامه حجت بی حجت، خودتون رو معرفی میکنید؟ بیننده گرامی با تلفن صحبت کنید. من از گرفتن پیام شما معذورم. متشکرم. سلام علیکم. برنامه حجت بی حجت، بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما، صحبت کنید. بیننده گرامی هستید؟ از پذیرفتن کلام شما هم معذوریم، چون تلفنتون رو ظاهرا به تلویزیون بیشتر اهمیت میدید. سلام علیکم. برنامه حجت بی حجت، بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام بر شما، خودتون رو معرفی میکنید؟ من عباس از اهواز. آقا عباس از اهواز. عباس جان، نظر شما درباره آنچه که نسبت داده شد در این روایت به امام رضا چیست؟ نه، شما تازه صحبت کردید آقای کی بود همون قبلی. من چی؟ امام چی میگه؟ نجع عن ابراهیم امامه. شما اول سوال بنده رو آقا عباس عزیز، شما لطف بفرمایید اول سوالی که بنده پرسیدم رو پاسخ بدید، من پاسخ سوال شما رو خواهم داد. من عرض کردم که آیا این روایت رو که آقای کلینی نسبت داده به امام رضا شما قبول دارید که این کلام امام رضا باشه؟ امام رضا، بله، امام رضا. خب الان شما به عنوان یک شیعه دلیل شما بر اثبات امامت رسول صلی الله علیه و سلم چیست؟ از کجا ثابت میکنید که پیامبر امامه؟ قبل از اینکه به ائمه برسیم، خود رسول الله رو چطور اثبات میکنید که امامت؟ چون شما گفتید امامت درجه است بالاتر از نبوت و حضرت ابراهیم بعد از اینکه نبی بود و خلیل شد بعد شد امام. الان همین درجه امامتی که برای حضرت ابراهیم اثبات کردید با این توصیفات برای پیامبر از کجا اثبات میکنید؟ پیامبر چی کرد؟ گفت من خلیتم امر کتاب الله و حدیث. آقا عباس اجازه بدید اول شما اصل رو ثابت کنید بعد برید به فرع. شما اول ثابت بکنید که خود پیامبر طبق اون ادعایی که شما دارید، اون امامتی رو که شما معرفی میکنید بالاتر از نبوت، شما اول اثبات کنید خود پیامبر همچین درجه‌ای داشته، بعد این رو بیارید ببخشید به دیگران. آیه سلیمانی پیامبر من گفت اما شما گفت کتاب الله و اثرتی اهل بیت. آقای عباس جان، سوال من واضح است. سوال من کاملا واضح است. الان آقا عباس الان عباس جان برادر عزیزم، یک پادشاه وقتی که بخواد ملک و پادشاهی خودش رو ببخشه به کسی برای خودش وزیر انتخاب بکنه، اول باید خودش پادشاه باشه یا نباشه؟ شما همین درجه رو اول ثابت بکنید، درجه امامت رو از قرآن برای رسول با قرائت خودتون. ما اهل سنت که شک در این نداریم که رسول صلی الله علیه و سلم امام متقیان است. ما چون روایت ما اینه که هر کسی که پیشواست امامه.
اما اون امامتی رو که شما دارید اثبات کنید برای رسول صلی الله علیه و سلم. از کجا اثبات میکنید؟ شما اول این امامت رو برای پیامبر اثبات کنید تا برسیم به بعدش. انك يا ابراهيم ان جعلناك للناس امامك قال ومن بعد النهي نحن اهل بالد. من نمیدونم شما متوجه سوال من نمیشید یا میخواید فرار کنید. من تشکر میکنم از شما چون نمیتونم بیشتر از این تکرار کنم سوال خودم رو. سوال من واضح هست برادر من. شما میگید که امامت درجه است بالاتر از نبوت و این امامت از پیامبر منتقل شده به دیگران. اگر پیامبر خودش امام نبوده چطور پیامبر کسی رو که خود بزرگتر از خودش هست، درجه و مقامش بزرگتر هست تعیین میکنه؟ به چه حقی اصلا؟ چطور میتونه یه معاون بیاد پادشاه انتخاب بکنه؟ اگر امامت داشته و داده، خب از کجا قرآن ثابت میکنید اون قرائتی که شما از امامت دارید رو برای پیامبر؟ سوال من واضح هست. سلام علیکم. بیننده بعدی، سلام بر شما. سلام علیکم استاد سلیمانی عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید برادرم؟ من از کردستان هستم استاد سلیمانی عزیز. برادر عزیزم از کردستان، نظر شما چیست درباره آنچه که مطرح شد؟ استاد سلیمانی عزیز، به نظر من جوابش قرآن داده دیگه. خداوند متعال میفرماید که من خودم حافظ نگهبان قرآن هستم و اگه اینا بخوام با پیامبر در بیفتن، با ملائکه در بیفتن، با آسمان در بیفتن، با صاحب قرآن که نمیتونن در بیفتن دیگه. اینکه قرآن صاحب که کمر ما رو شکستی دیگه. شما دیگه زیاد با اینا کارگل نکن، چون اینا وقتی نمیخواد قرآن چیزی بیارن دیگه چیزی نداره. ما مرجعمون قرآنه. بعد میریم دنبال. اول کسی که میخواد یه خونه رو بسازه اول اساس بناشو رو فنداسیونش چیز میکنه، بنا میکنه. اینا دارن فنداسیون اصلا از دیگ میزنن وقتی قرآن. اینا الان اصلشون مشکلشون برادر عزیزم مشکل اینا اینه که اصل اینها کافیه، اصل اینها بهار و نواره، اصل اینها قرآن نیست. اینا اصلی که برام بنا کردن طرف حاضر بپذیره که آقای کافی چون فلان جا گفته امام رضا اینطوری گفته اون راست گفته، اما قرآنی که پیش من هست خدا این رو فرموده نه کلام این نبوده دروغه، یعنی این چیزی که پیش ماست دروغه. کافی راست میگه اما قرآن دروغ میگه. نعوذ بالله. ممنونم از شما. جانم فدات. فقط خاطر صدا بشنوم. قربان شما برم. تشکر از شما. متشکرم. لطف کردید. ما چون وقتمون داره به پایان میرسه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. از بقیه عزیزان من معذرت خواهی میکنم. حضرت مولانا اگر چیز قابل ملاحظه‌ای در این صحبت‌ها دیدید در خدمت شما هست. چیزی که واقعا یعنی ارزش تعلیق دادن و توضیح رو داشته باشه من فکر نمی کنم که وجود داشته باشه. فقط در مورد بیننده اول و همیشگیمون که همیشه زنگ میزنند و من متشکرم از ایشون آقای حسینی آخوندی که بود. من دقیقا نمیدونم فامیلشون کی هست. قبلا با اسم آقای حسینی تماس میگفتن، جدیداً اسم آقای آخوندی. ایشون مثل مادر امام زمان روز یک اسم دارند. یک وجه مشابهتی، چون که نامهای مادر امام زمان خیلی زیاد هست. برخی علمای شیعه گفتن علتش این بوده که ایشون هر روز یک اسمی رو داشتن. به هر صورت آقای حسینی، آقای آخوندی، من واقعا از صراحت لهجه ایشون تشکر میکنم. ایشون اگر که آخوندند به قول خودشون یا اینکه در واقع شیعه شناسند، مذهب بر مذهب خودشون آگاهی دارند و بارها در این برنامه اعتراف کردند که قرآن کریم تحریف شده هست. به فرموده شما در واقع ایشون رشته ای رو که ما رو با ایشون وصل میکرد و وجه مشترکی رو که ما با ایشون و با پیروانشون و هم عقیده هاشون داریم اونو در واقع قطع کردن. ایشون در مورد این روایتی که شما سوال کردید ایشون گفتن 100% صحیحه، یعنی 1% یک چند صدم درصد ایشون احتمال ندادن که این روایت دروغی باشه. اما درباره این آیه و آیات دیگری که قبلا هم ایشون گفته بودند و روایت کتاب اصول کافی که قبلا مطرح کرده بودیم ایشون گفتند که روایت صحیحه و قرآن در واقع تحریف شده هست. ایشون واقعا یعنی عرض کردم که اگر واقعا عقیده شیعه هست، یعنی نمیدونم عقیده خود یک فرد هست یا اینکه عقیده تمام کسانی هست که مثل اون شیعه هستند و شیعه اثناعشری هستند. به هر صورت با این آقا و کسانی که عقیده رو دارند و با قرآن مسلمانان هیچ اهمیتی رو قائل نیستند و این روایات جعلی و ساختگی و بدون دلیل و بدون سند کتاب کافی رو برتر از قرآن میدونن، ما در واقع هیچ وجه مشترکی رو نداریم و اصراری هم نداریم که حرف خودمون رو بر این گونه افراد در واقع تبیین بکنیم یا بقبولونیم. استدلال از قرآن وقتی
که از قرآن استدلال میکنند ایشون راحت میاد میگه که این آیه تغییر پیدا کرده، عوض شده. در واقع جای بحثی برای چنین افراد در واقع وجود نداره. و آیه رو که شما اشاره کردید وجعل لنا من المتقین اماما، ایشون گفتند که این گونه هست که وجعل لنا من المتقین امام، پروردگار رو برای ما از متقین امامی رو قرار بده. خب الان اومدیم اگر کسی دعا نکرد اون وقت چی میشه؟ یعنی ائمه نمیاند، بالفرضمون تحریف شده که باشه، یعنی الله متعال ما رو مکلف کرده که حتما باید دعا بکنیم، اگر دعا نکردیم دیگه اصلا امام بس امامتی داره. اونم شما که ادعا میکنید که قبل از بعثت رسول الله، قبل از نزول این آیات، علی در واقع امام بوده. وقتی که امام بوده، اثنا عشر بوده، نامشون تو بهشت و تو جهنم و نمیدونم، بخش البته جهنم دیگه روایتی نیست در این زمینه، در عرش رو نمیدونم در هر جا نوشته شده. خب چه نیازی هست که بعد ما دعا بکنیم؟ اون چیزی که الله متعال مقدر کرده قطعی هست، 100% هست، دنیا و زمین و زمان رو به خاطر اون خلق کرده، دیگه نیازی نیست که متقین در واقع دعا بکنند که وجعل لنا من المتقین اماما. عرض کردم وقتی که دوچار این قرآن، وقتی که هیچ گونه مسئله بحثی از امامت نداره، نزدش هیچ گونه ارزشی رو در واقع نداره و به راحتی اعتراف میکنند که این قرآن تحریف شده هست و قرآن مسلمانان نیست. هر کسی که بر این عقیده آقای حسینی و آقای آخوندی باشه و معتقد بر این باشه که این قرآن تحریف شده هست، ولو این که یک آیهش را، یک لفظش را معتقد باشه که تغییر شده، تقدیم و تأخیر شده، این در واقع ما چنین فردی رو خارج از اسلام میدونیم و بچه مشترکی هم در این زمینه در واقع ما با ایشون نداریم و اصراری هم نداریم که حرف ما رو قبول بکنند. وقتی که قرآن ما رو قبول ندارن، به طریق اولا سنت ما رو و خلافت ائمه و بقیه دین رو به طریق اولا در واقع ایشون قبول نخواهند کرد. تشکر میکنم از حضرت مولانا. حقیقتا حضرت مولانا وقتی که ما میبینیم که حتی مراجع اینها و اهل علم اینها به اصطلاح خودشون وقتی که میان به قرآن میرسن، طرف وقتی قرآن خوندنشون رو میبینیم که اصلا قرآن خوندن بلد نیستن و حتی در بحث حفظ قرآن کریم مگر مراجع کل شیعه رو کنار هم جمع بکنیم ببینیم چند نفرشون حافظ قرآن کریم هستن، دیگه باید جواب بدن. اسم بگیرید کدوم مرجع تقلید شما حافظ قرآن؟ یک مرجع تقلید بگید آقای فلانی حافظ قرآن و ثابت شده که حافظ قرآن، نه که هم جیب خودتون ببخشید بهش. و این نشان از همین داره حضرت مولانا که اصلا اهمیتی نمیدن به قرآن. یعنی به یقین میشه گفت که انقدر اینها به این کتابای خودشون و اون دعاهایی که دارن و کتابایی که نسبت میدن به امامان اهل بیت مراجعه میکنن، به قرآن کریم هرگز مراجعه نمیکنن و شاید که از دلایل اصلیش هم همین باشه که معتقد به این کتاب نیستن. و نکته دیگری که من می‌خواستم عرض بکنم، من فقط چند مورد از آیاتی رو که در این روایت از اون استدلال شده بود خدمت بینندگان عرض کردم و روایات دیگری در همین سبک است، استدلال بیجا و در واقع غیر واقعی و منطقی از این آیات شده که انشالله اگر فرصت شد در برنامه دیگری عرض خواهم کرد. و خود این روایتی که جعل کردن با روایات دیگری اصول کافی در موارد مختلفی تضاد دارد، موارد دیگری تضاد داره که انشاءالله اینا رو عرض خواهم کرد. و غیر از این تمام صفاتی رو که در اینجا آوردن در این روایت قابل تطبیق بر روی هیچ کدام از ائمه شیعه نیست. یعنی روایتی رو که به طور مثال در اینجا گفتند که و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله، که از دین حفاظت میکنند و حدود الهی رو اجرا میکنند، هیچ یک از ائمه شیعه این جایگاه رو نداشتند، یعنی از دین دفاع نکردند و حد و حدود الهی رو اجرا نکردند. حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بنابر اعتقاد شیعه داشتن تقییم میکردند، مواردی رو که قبلا تحریف داده شده بود و تحریف کرده بودند نتونست اونها رو در واقع اجرا بکنه. و تمام مواردی که در اینجا هست و من نمیتونم تمام این موارد رو عرض بکنم، هم استدلال از آیاتی که در این روایت هست استدلال غلط هست، بیجا هست، ما قبل و ما بعد آیات چون این استدلال رو قبول نمی کند، و هم این که این روایت با روایات دیگر اصول کافی در تضاد هست، و هم این که این صفاتی رو که برای ائمه خودشون در این روایت ذکر کردن مصداقش نمیتونه که در واقع ائمه شیعه باشه و صدق بکنه بر ائمه شیعه، و این دلیل بر جعلی بودن این روایت در واقع هست. اما آقای حسینی راحت میگن که این روایت 100% صحیحه، اون چیزی که اشتباه هست آیات قرآن کریم هستند. این حرف این در صحت این روایت هیچ شکی ندارن، در صحت روایت آیات قرآن کریم شک دارن 100% که این نیست. خیلی ممنونم حضرت مولانا، تشکر از بیانات ارزشمند شما و که فرصتتون رو در اختیار ما بینندگان گذاشتید. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. تشکر خاص از احمد جان کارگردان محترم برنامه و همچنین منیر احمد، فرید احمد، مهندسان اول و عزیزانی که پشت صحنه زحمت میکشن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار بشه. در پایان از الله متعال برای تمام گذشتگان خودمون رحمت، بخشش و مغفرت و برای خودمون تا آخرین لحظه حیات استقامت بر مسیر توحید رو خواهانیم. الله یار نگهدار شما.
چکرم.